بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خوبان، عزیزان، مهربانان، همراهان همیشگی برنامه سفره دل. الله رو شاکریم هزاران بار، بلکه بی نهایت بار، به خاطر تمام نعمتهاش، به خاطر نعمت اسلام، به خاطر نعمت ایمان، به خاطر نعمتی که در اختیار ما قرار داد تا به همراه شما عزیزان بار دیگر در یکی دیگر از این برنامه ها گرده هم بیایم تا صحبتی داشته باشیم، درد دلی داشته باشیم در یکی دیگر از موضوعات. و این افتخار باز هم نصیب ما شده که در این برنامه هم میزبان جناب دکتر باشیم در داخل استودیو و همچنین فرصتی کمتر گیر میاد برای ما که جناب دکتر رو در داخل استودیو همراه خودمون داشته باشیم و من فرصت رو غنیمت میشمارم و صحبت رو آغاز میکنیم با جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز و به نمایندگی از شما و از طرف خودم سلام دارم و عرض ادب و احترام و خیر مقدم خدمت جناب دکتر. خوش آمدید جناب دکتر. خیلی ممنون. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سلیمانی عزیز و خدمت تمامی دستاندرکاران شبکه جهانی وصال حق و همچنین خدمت بینندگان عزیز و از اینکه لطف دارند و ما رو همراهی میکنند به هر حال کمال تشکر و سپاس رو از همه بینندگان عزیز دارم. البته یک تشکری هم به اصطلاح بدهکار هستم به وصال حق. در واقع یک جنبش وصال حق اگه بشه ازش تعبیر کرد در جامعه بسیار ملموس هست که بسیاری از مفاهیم و باورهایی که رسانه ها یا میراث مونده از سالهای به اصطلاح تخلف و جهالت در این راستا در تصحیح این مسار وصال حق نقش بسیار جالبی رو ایفا کرده که حقیقتا قابل قدردانی و تشکر هست. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر. در ادامه صحبتایی که جناب دکتر فرمودن، هدف ما در کل مجموعه کانال، همه دوستان و در این برنامه هم هدف تغییر مفاهیم نادرستی است که احیانا ما دانسته یا ندانسته درگیریم باش و در جامعه ما مد شده، حالا بگیم تعبیر درستی باشه، جا افتاده، ارث رسیده، به خورد ما دادن، یاد گرفتیم دیگه، بران همرنگ جماعت شدیم. خیلی از این مفاهیم رو حالا تو هر برنامه دوستان سعی میکنن که با توجه به موضوع برنامه همون مفاهیم رو مطرح بکنن. ما هم در خلال موضوعاتی که در سفره دل داشتیم، موضوعاتی که اوایل طرفدارش بیشتر بود، میدونم دوست داریم همراه شما موضوعات رو همچنان دنبال بکنیم در باب مسائل اجتماعی که هست. یکی از موضوعاتی که ما کمتر بهش پرداختیم حداقل در این برنامه، موضوع بسیار مهمی است در قالب فضای خانواده. یکی از موضوعاتی که شاید ما کمتر بهش توجه کردیم و یا شاید اهمیتش رو زیاد نمیدونیم و شاید فکر میکنیم به هر حال این موضوع یک مسئله‌ای هست که خیلی ساده است، خیلی عادیه، یک موضوع اختیاریه و هیچ اجباری هم درش وجود نداره، بلکه چه بسا این موضوع خیلی وقتا برای ما مشکل ساز هم میشه. به همین خاطر زیاد بهش توجه نمی کنیم، سعی میکنیم اصلا باش درگیر نشیم. قیل و قالای فراوانی در این باب هست. این موضوع یکی از به هر حال بگیم که حاشیه ها تعبیر مناسبی نیست، بیمهری میشه. بعضی میگن این موضوع یکی از دستاوردهای ازدواج. در ازدواج اهداف مختلفی به هر حال هر کسی از ازدواج خودش داره، انگیزه های مختلفی از ازدواج هست. من موضوع رو نمیگم تا بهش برسیم. بحث انگیزه های ازدواج رو با جناب دکتر پی میگیریم، شروع میکنیم. یکی از این انگیزه ها یکی از این انگیزه ها موضوع امروز ماست و دربارش بیشتر صحبت میکنیم. انگیزه های ازدواج.
به نظر شما یک انسان چرا باید ازدواج بکنه و اصلا چه نیازی به ازدواج داره؟ هر کسی یک تصوری برای ازدواج داره در زندگی خودش. عزیزانی که ازدواج کردن که خب ازدواج کردن دیگه، حالا به هر حال زندگیشون هم شروع کردن. حالا اون عزیزان هم مخاطبین ما هستن حتما. خیلی از عزیزان در کانون پر مهر خانواده و گرم خانواده دارن زندگی میکنن با همسر بزرگوارشون و بقیه فرزندان. یه عده‌ای هم در آرزوی ازدواج همچنان دارن رویا پروری میکنن و برای خودشون به هر حال آرمان‌ها دارن. اسب‌های سفیدی رو توی ذهن خودشون توی استبل‌ها نگه داشتن تا کی فرا برسه شب عروسی سوار بشن و هر کسی یک هدف و انگیزه‌ای داره. به هر حال امروز توی یکی از این دستاوردها صحبت می‌کنیم با شما، اما قبل از این که به اصل موضوع بپردازیم خود انگیزه‌های ازدواجی بررسی بکنیم، ببینیم که جناب دکتر نظرشون چی هست. حقیقتش همه تصرفات انسانی به گونه‌ای برمیگرده به همین انگیزه هایی که پدید میاد یا نیازهای فرد. طرف گرسنش میشه، خب میره به طرف غذا، تشنش میشه میره به طرف آب، سردش میشه خب خودشو میپوشونه، یا گرمش میشه لباسشو به اصطلاح کمتر میکنه. یه نوع نیازهایی که به اصطلاح باعث میشه یک نوع انگیزه هایی که طرف رو وامی داره که یک حرکتی، یه جهشی انجام بده. حالا برای ازدواج هم خب افراد انگیزه های مختلفی میتونن داشته باشن. بعضیا خب انگیزه هاشون انگیزه های دینی مذهبی هست، بعضیاشون قضایای سیاسی و انگیزه های بخش اجتماعی اونا رو تشویق میکنه به ازدواج. برخی هم خب انگیزه های جنسی و نیازهای جنسی اونها رو بیشتر تحریک میکنه به سوی ازدواج و برخی هم قضای روحی و نفسانی و برخی هم خب انگیزه های خاص خودشون رو میتونن داشته باشن که برخی از این انگیزه ها میتونه مثبت باشه و برخی هم منفی. در هر صورت یک انگیزه هایی به وجود میاد در فرد که باعث میشه که اون به هر حال به حرکت در بیاد و از اون به اصطلاح تنهایی بخواد فرار کنه به سوی تکامل و زندگی مشترک. اگر بخوایم حالا جناب دکتر تو همین انگیزه‌ای که شما فرمودید یکم بیشتر باز کنیم موضوع رو، وقت صحبت از انگیزه‌های اجتماعی میکنیم، مثلا مراد از انگیزه اجتماعی چی است؟ یعنی من از تو صف مجردا در بیام برم تو صف متأهلین، یا به تعبیری حالا تعبیر عامیانه است دیگه، همه عزیزان حتما شاید شنیده باشن، تعبیر اگر نادرستی است بنده رو معاف کنید، میگن قاطی مرغا شدن. برای مردم میگن، خانم بار نمیدونم چه تعبیر استفاده کنن. در واقع قاطی مرغا شدن نیست و به طرف خونه طلایی رفتن. حالا میگن بعضیا میگن قفس طلایی هم، که در واقع قفس نیست، در واقع یک فضایی است از آزادی، آرامش، سعادت و خوشبختی. انگیزه اجتماعی وقتی که به اصطلاح مبحثش باز میشه یعنی چیزایی که جامعه طرف رو تحریک میکنه. خب در جامعه‌ای که ما هستیم اصلا طبیعی هست که هر انسانی باید ازدواج کنه، یه تکاملی در هر انسان به وجود بیاد، انگار که ما خودمون فطرتاً این رو یکی از نیازهای فرد میدونیم که باید صورت بگیره. حالا جامعه همین رو قبول داره، حالا اگر مثلا اون رو به زبان نیاره در ظاهر، اما در حقیقت اینها هست. ما تو چشای مردم میبینیم تا دختر خانم 18-20 سال شد دیگه چشا منتظره که چی خواستگار نیومده، ازدواج نکرده، کسی دنبالش نیست، کسی نیومده. آقا پسر ما هم وقتی عمری ازش میگذره این حرف مطرح میشه، خانواده‌ها این ور اون ور شاداماد صداش میکنن، نمیدونم دوستای پدر خویشا مثلا به فکر فلانی نیستید. این یه نوع فشاری باز روی فرد هم میاره که احساس میکنه که مردم به هر حال به من به عنوان یک انسان ناقص نگاه میکنند، به من دستبردار نیستند و حتی اگر یه مقداری دیر شد یه باز اتهاماتی هم این ور اون ور
سبز میشه، که نکنه که مشکلی داره، نکنه که از زندگی میترسه، نکنه که اعتماد به نفس نداره، نکنه که نمیدونم یک نوع بیماری به اصطلاح خاص داره. به هر حال اینا همه باعث میشه که شخص در فکر این باشه که به هر حال از زیر چشم مردم یکم کنار بره و تو مردم خودش رو مرد جلوه بده. هر جوانی میخواد که به اصطلاح مرد باشه، هر آقا پسری و همچنین هر دختر خانومی میخواد که به هر حال، چون که خاصتا دخترها باز بیشتر این چشما اونا رو به اصطلاح اذیت میکنه، همین که خونه کسی رفتن، حالا طرف مقابل هیچ چیزی به اصطلاح از خودش بروز نمیده، هیچ حرفی هم شاید نزنه، شاید مثلا موضوع تو ذهنش نباشه، اما این دختر خانم باز فکر میکنه که بله شاید ایشون هدف از اون حرف یا از نگاهش این بود که شاید من اومدم خونهش به خاطر چشم داشت از پسرش، یا مثلا خونه دوستی از دوستاش میره هم کلاسی چیزی میخواد که مثلا من شوهرش رو ازش بدزدم. یه همچنین تصوراتی در خود فرد ایجاد میشه. یه مورد دیگه هم هست و اون اینی که افراد خاصتا جوونا وقتی میبینن که به اصطلاح خانواده ها رفت آمد میکنن، فلانی همکارش دست خانمشو گرفته رفته خونه همکار دیگه، به هر حال میرن خانم ها با هم به اصطلاح میگند و میخندند، به آقایون با هم، این هم مثلا میخواد که بره، میخواد با آزادی کامل بره خونه عموش، خونه عمش، خونه داییش، خالش. الان که جوونه خب میره خونه دایی، خب دلش میخواد، در حال دایی براش عزیزه، خانواده دایی براش عزیزه، اما نمیخواد مثلا از خانواده داییش یا عموش ازدواج کنه. اما همین که میره خونشون فکر میکنه که شاید دایی یا عمو یا خاله یا عمه یا به اصطلاح همسایه اینا میگن که این میاد پیش ما چشم داره یا هدف داره یا فلان داره. همین احساس باعث میشه که خودش در فکر این باشه که من چطور این احساسات رو از خودم دفع کنم و تنها راهش همینه که من ازدواج کنم، دست خانومو بگیرم برم خونه عمو و با خیال راحت وارد خونه بشم. تو خونه دایی میرم، عمه، خاله، یک احساس آرامش میکنه. اینا یک انگیزه‌های اجتماعی است که مثلا طرف رو وامی داره که بیشتر به فکر خودش باشه، بیشتر به فکر تکاملش باشه و زندگیشو به اصطلاح رو راست کنه. در بعد دینی هم که حتما شما بینندگان عزیز با من تو بخش‌های موافق هستید دیگه. به هر حال بحث دین وقتی مطرح میشه مجموعه از اعتقادها و باورهاست و همچنین عبادتها که انسان با توجه به فطرت انسان که یک موجودی هست که یک موجود اجتماعی است، یک موجودی هست که نیاز به تکامل داره با یک شخص دیگه، حداقل در اینکه مسیر زندگیش رو بخواد بهتر و بهتر ادامه بده. در امر دینی هم ما یک نفر اگه همراه آدم باشه، حداقل تعبیر قرآن کریم فرمان قل انما اعیذکم بواحدة ان تقوموا لله مثنى و فرادا ثم تتفکروا. یک نصیحت میکنم به شما که در راه الله تعالی دو نفری بلند شید، یا حالا پیدا نشد هم یک نفری دیگه راه رو ول نکنید، دستن هم که هستید برید. اما خب دو نفر یک کار رو بهتر انجام میدن تا یه نفر. این دو دست وقتی میخوره به هم صدا داره، ولی وقتی که تنها باشه یک دست از قدیم گفتن صدا نداره، اما خب کار خودشو میکنه دیگه، یعنی به معنی نیست چون صدا نداره کارم نکن. دو نفر خیلی بهتر میتونن یه عبادت رو انجام بدن. حداقل مثلا نماز، آدمی که خواب میمونه اون یکی میاد بیدارش میکنه، یکی که حالا به هر حال حواسش نیست اون یکی یادآوری میکنه، شب تهجد میخواد بخونه این بیدار شده اونو کمک میکنه. تو مسائل دینی یه چیزی این بلد هست به اون یاد میده، یه چیزی اون بلد هست به این یاد میده. توی مسائل عبادت‌های دیگه، توی نوافل، توی صدقات، توی ترقی و بالا رفتن درجات ایمانی، یک نفر، یک همراه، یک همکار، یک همراز خیلی به انسان کمک میکنه. همیشه یک قاعده کلی هست، حتی تو امور دنیا هم ما وقتی که همکار داشته باشیم خیلی ما کمک خواهد کرد در زندگی و در کارهامون. در امر دین هم وقتی که انسان یک
همنشین خوب داره، همنشین صالح داره، همنشین خوبی داره، همراه خوبی داره. از قدیم گفتن که اگر با ماه بشینی ماه میشیم، اون بقیه‌شو کاری نداریم، فعلا موضوع ما نیست. و این موضوع در امر دین هم، حالا وقتی این همنشین بشه همسر انسان، این همنشین وقتی که همسر انسان هست و هیچ مرزی و محدوده‌ای هم بین رابطه زن و شوهر نیست و با هم دیگه، یعنی مثل این لباس و تن، به تعبیر قرآنی هن لباس لکم و انتم لباس لهن، اونها لباس تن شما هستند، شما لباس تن اونها هستید. همیشه تن و لباس با هم هستند و همیشه همراه همن. این همراهی در دنیا میتونه خیلی کمک بکنه به امور دینی انسان. تفصیل بیشترش رو جناب دکتر میگم. در انگیزه های دینی یه فرد مسلمون همیشه در فکر اینه که در عبادت باشه، زندگیش رو همیشه در مسار عبادی خداوند به اصطلاح احساس سعادت میکنه، احساس میکنه که من دارم به خدام نزدیک میشم، من خدام رو دوست دارم، خدا من رو دوست داره. وقتی ما میایم اینطور به اصطلاح به زندگی نگاه میکنیم، خود همین ازدواج یه عبادت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جوانای ما رو تشویق میکنن که یا معشر الشباب، ای جوانا، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، کسی از شما که توان ازدواج داره حتما باید ازدواج کنه. و اینی که ما میبینیم خود دین میاد برای اصلاح جامعه یک مرامنامه هایی میذاره، قوانینی میذاره که آقا شما باید چشمتون نگه داری، شما نباید به اصطلاح تصرف به اصطلاح اون نیازی که داری رو به صورت غیر به اصطلاح قانونمند، به صورت غیر دینی و شرعی اون رو بیایی به اصطلاح برآورده کنی. خب پس این لغزش ها که به اصطلاح نوعی نیاز انسان رو وامی داره برای اون، نوعی وسوسه شیطانی همراه با اون نیازی که در فرد هست، خب اینا گناه کبیره برشمرده شده. در مقابل تشویق هست برای ازدواج کردن و حتی اگر به اصطلاح توان نداری میتونی قرض بگیری. کسی که قرض میگیره برای ازدواج و برای احسان نفس بر خداوند، به اصطلاح خداوند بر خودش این رو میگیره که اون رو به اصطلاح قضیهش رو حل کنه و قرضش رو ادا کنه، همونطور که در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست. این که به اصطلاح فرد به خاطر رسیدن به خداش، به خاطر راضی کردن خدا، به خاطر اینی که حتی همین ازدواج رو یک عبادت میدونه که من با این عبادتم به خدام نزدیکتر میشم، از شیطان دور میشم، از وسوسه های شیطان نجات پیدا میکنم، در مسیر راه یک کسی دیگر رو هم با خودم همراه میکنم، یک تکامل دینی هم برام ایجاد میشه و از اون مسکنه و فقر و بدبختی به اصطلاح که در تعبیر بعضی از احادیث اومده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تعریفی که به اصطلاح ازدواج نکرده یه جوان مجرد و به عنوان مسکین، آدم بیچاره، به اصطلاح آدم در به در خب معرفی میکنه، چون یک نوع دربدری هست، یک نوع سردرگمی هست، یک نوع به اصطلاح احساس نقص هست در فرد. وقتی که این به اصطلاح احساس درش هست میخواد تکامل پیدا کنه و این تکامل از نظر دینی اون رو اشباع میکنه، از نظر به اصطلاح عبادی اون رو احساس میکنه که به اصطلاح عبادت من. بعد میبینی که در احادیث تشویق هست که به اصطلاح حتی زن میاد شوهرش رو بیدار میکنه، شوهر میاد زنش رو بیدار میکنه برای نماز، چقدر خدا خوشحال میشه. نه آقا اگر شما یک لقمه بذاری تو دهن خانمت این برات صدقه است، عبادت هست. آقا هر کاری میکنی، خدمتی به همسرت میکنی، این برات صدقه است، عبادت هست. حتی هم بستریت برات صدقه است، عبادت هست. یعنی میبینه که یک فضای عبادی بسیار بسیار گسترده هست که من فرد محرومم ازش. میخواد که از این بابت به اصطلاح از این فرصت استفاده کنه و خودش رو به اصطلاح بیاره در یک میدانی قرار بده که در اون میدان فضای عبادیش خیلی گسترده تر هست. این انگیزه درش پیدا میشه که بره به خاطر رضای خداوند ازدواج کنه و این ازدواجی هم که میکنه این رو یک عبادت بزرگ میدونه
و وقتی که ازدواج می‌کنید، ببینید مثلا همین ازدواج و نزدیکی به اصطلاح دختر پسران، وقتی که قضیه به اسم ازدواج پیدا میکنه، عبادت پیدا میکنه، همه خانواده‌ها با کبکبه و دبدبه به اصطلاح اینا رو با هم جمع میکنن، در حالی که همین جمع شدن در غیر مفهوم عبادیش یک گناه کبیره شمرده میشه، یک عیب بزرگ شمرده میشه. خانواده ها واکنش نشون میدن، جامعه واکنش نشون میده و این رو یکی از رذایل اخلاقی به اصطلاح حساب میکنن و افرادی که مرتکب همچنین فعلی میشن این رو یک جنایت حساب میکنن، جنایت در حق جامعه، جنایت در حق افراد، در حق خانواده ها، حتی جنایت در حق بشریت. یعنی هیچ انسان سالمی حتی اگر غیر مسلمان هم باشه این بهش دلخوش نیست، حتی اگر مثلا غیر مسلمان باشن این رو یک زشتی تلقی، خب یه زشتی هم هست، در حالی که وقتی که جنبه عبادی پیدا میکنه چقدر زیبا میشه. همین جامعه مثلا اون طرف رو تشویق میکنه به ازدواج کردن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بهش گوش زد میکنن که آقا این از سنت پیامبر است، از سنت پیامبران هست و که من رغب عن سنتی فلیس منی، کسی که اصلا از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم سرپیچی میکنه، حالا از سنتی باشه، اون دیگه نباید به خودش این اجازه رو بده که بگه که من از امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستم. چطور میگی که من از امت پیامبر هستم؟ تو راه و رسمشو قبول نداری، بهش عمل نمی کنی. این انگیزه بسیار مهم و مبارکی هم هست که انسان به اصطلاح به طرف دین کشیده میشه به اصطلاح و این انگیزه باعث میشه که فرد هم طرف مقابلش رو وقتی انتخاب میکنه در همین مفهوم عبادی جاش میده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تصویر میکنند که مردم انگیزهایی که به اصطلاح در جامعه هست و افراد ازدواج میکنن چیه؟ میفرمایند که تنکح المرأة لاربع. خب افراد ازدواج میکنن به خاطر نسب زن، به خاطر زیباییش، به خاطر مال و ثروتش، به خاطر مسائل انگیزهایی که وجود داره در جامعه. اینا انگیزهایی از ازدواج هست، اینا جزئی از انگیزهای ازدواج هست. حالا بعضیاشون منفی میتونه باشه، بعضیاشون مثبت میتونه باشه، اما اون چیزی که پیامبر روش تأکید داره فظفر بذات الدین تربت یداک، تو دنبال کسی باش که انسان دینداری باشه. انسان دیندار، چرا خب دیندار یه همچین به اصطلاح پارتی بازی شد برای دیندارا؟ این دیندار به خاطر اینی که ما چرا ازدواج میکنیم؟ میخوایم که یک سعادت و یک آرامشی به وجود بیاد. دیندار یک مهار دینی داره، محدوده‌ای داره، برای خط سرخایی داره، یه خط سرخایی داره، چرا قرمزایی داره که از اون رد نمیشه. وقتی به کسی گفتن آقا من، یکی از صالحان گفت که دختر تو بده بی دیندار، واسه چی؟ میگه اگر به اصطلاح دوستش داشت خب خیلی بهش احترام میکنه و خوشبختش میکنه. اگه ازش خوشش هم نیومد هرگز بهش ظلم نمیکنه. یک مهاری داره، این یک محدودیت هایی داره، یک وجدان بیداری داره که اون رو کنترلش میکنه. خب این خیلی مهمه در به اصطلاح ازدواج که یک جوون، این به این معنا نیست که مثلا قضای دیگه یا انگیزهای دیگه بهش پرداخته نشه. این هم معناش این نیست که مثلا همه بعضیا میان میگن که آقا فظفر بذات دین تربت یداک، انگار که همه دیندارا زشتن یا همه دیندارا فقیرن یا با حسب و نسب نیستن. برعکس، بیشتر دیندارا چون که دین دارند از خدا میترسن، اصلا چهره نورانی دارن و خوشگل‌تر هم هستن. حقیقتش جناب دکتر این صحبتی رو که شما اشاره فرمودید من یاد چند تا آیه انداخت. بحث عبادت، وقتی که ما در قرآن کریم یک نگاهی میاندازیم به این که الله متعال میفرماید عبادت مجموعی از عبادت‌های دو نفری که شما ذکر فرمودید در محیط خانواده انجام میشه، ما در بحث آرامشی که از عبادت حاصل میشه، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، این آیه که خب حتما بینندگان عزیزم بارها این رو دیدن در مبارکه رعد آیه 28. یاد الله تعالی انسان رو آرام میکنه، ذکر الله تعالی انسان رو آرامش میده. و جالبه که من در آیات کلام الله مجید همینجوری وقتی که پیش خودم مرور میکنم ببینم چه جای دیگه ای آرامش رو میشه یافت،
بعد از اینکه همین موضوعی که شما اشاره فرمودید که خب بحث ذکر الله تعالی همون عبادت، همون دین، همون پایبندیه که هم برای خود انسان، هم برای همسر انسان، هم محیط خانواده رو آرامش میاره درش. باز در جای دیگری ما مثلا در سوره مبارکه نحل داریم که الله تعالی میفرماید که والله جعل لكم من بیوتکم سکنا. الله تعالی در خانه برای شما آرامش گذاشته. خب خانه، وقتی که خانه صحبت میکنیم یعنی باید ازدواجی باشه که باز خانه‌ای صورت شکل بگیره که در اون خانه دو نفری با هم زندگی بکنن. همچنین باز ما در خود بحث اصلا ازدواج که آیات متعدد داریم که باز در ابتدای سوره نساء، در سوره مبارکه روم که یکی از نشانه‌های قدرت الله تعالی ذکر میشه بحث ازدواج که الله تعالی میفرماید که یکی از حکمت‌های اصلا این بحث اینه که و من آیات ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها. لتسكنوا الیها، اینجا در این آیه خود همسر رو مایه سکون نامید و فرمود که برای شما مودت و رحمت گذاشته. در آیه سوره نحل خود خانه رو محل سکون نامید، خب خانه و همسر و ذکر الله متعال و دو سه آیه دیگه هم که باز اونها رو هم میشه در همین مجال جا داد. من فقط اشاره میکنم جمع کردنش و ربط دادنش به عهده خود بینندگان است که الله جعل لكم من بیوتکم سکنا و من آیات ان خلق لكم من انفسکم ازواجا، اولی که الا بذکر الله تطمئن القلوب بود و فرمود که و هو الذی جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، شب را برای شما قرار داده تا در شب آرامش بگیرید. این تعبیر قرآن است و این هم باز بحث سکون مطرح میشه اینجا. و جعلنا نومکم سباتا، و خواب رو هم مایه آرامش برای شما قرار دادیم. مجموعه از اینها در فضای خانه همه جمع میشه در بحث ازدواج. کنار اینا البته اون آیه اولی که شما اشاره کردید قبلا نه قبل از این به اصطلاح که آیه که هن لباس لکم و انتم لباس لهم، اونم که دقیقاً گرم میکنه این فضا رو. نه اینکه تنها گرم میکنه فضای خانواده رو، یک مفهوم در به اصطلاح روانشناسی اگر ما این رو بخوایم ببینیم یعنی اینی که هن لباس لکم، قبل از اینکه خب هنه‌ای باشه خانم هاتون برای شما لباسن، همسراتون برای شما لباسن، آقایون برای خانم ها لباس، خانم ها برای آقایون لباس. خب اون دختر پسری که هنوز شریک زندگیشون انتخاب نکردن لباس ندارن، یعنی که لباس ندارن. خب لباس ندارن یعنی چی؟ ما خودمون سرشون بی کلا مونده دیگه، همونجوری چیکار کنن؟ حالا سر دنا بی کلا میمون که ما کاری فقط یک بخشش رو اشاره کردم. شما تصور کنید که فرد تو خیابون هست، یهو احساس کرد که آقا من در حال یه چیزی شد، زمین لرزه‌ای شد، آقا پرید رفت بیرون با چی؟ با لباس خواب، با لباس نامناسبی رفت، با لباس نامناسبی رفت، یا لباسش حداقل یعنی لباس کاملی نیست. حالا ببین چه احساسی داره، هیچ که بهش توجه هم نمیکنه، اما فکر میکنه که همه چیزهای دنیا دارن میخورن. اونو میخورن. چرا؟ چون که احساس میکنه که لباس نداره. این واقعیتی هست که این رو جوونا احساس میکنن. دختر خانوما وقتی که به اصطلاح به مرحله به سن ازدواج میرسن احساس میکنن که همه چیشا دارن به اونا نگاه میکنن، در حالی که تو اون جلسه‌ای که نشستن 100 تا خانمند، هیچ که اصلا تو ذهن کسی نیست که فلانی هم هست، اما چون این دو تا پیرزن دارن با هم حرف میزنن، حرف ازدواج میزنن، این فکر میکنه دارن به در میگن تو دیوار بشنن. همه چیز رو فکر میکنه که چون احساس میکنه که دیگه همون لباس رو نداره، احساس میکنه همه چشمو دارن اون رو زیر میگیرن که آقا این به اصطلاح لباس نداره. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. الله متعال میفرماید که آیا کسی که خلق کرده انسانها رو نمیدونه چجور وضعیتشون، در حالی که لطیف است، خبیر است، لطف داره و آگاه بیش از حد و لطیفه الله متعال در این باب. من یه مروری بکنم که به هر حال آیات رو شاید بعضی از تو ذهنشون باشه. الا بذکر الله تطمئن القلوب. ازدواج سبب آرامش میشه. انگیزه مهمی که در ازدواج داریم، انگیزه های دینی، انگیزه های اجتماعی، انگیزه های جنسی رو که خب برای
همین مخاطبین عزیز مشخص است، شاید نیاز به تفصیل نداشته باشه. مسئله آرامش مسئله‌ای هست که یکی از اهداف مهم ازدواج و از انگیزه های مهم ازدواج در دین مبین اسلام ذکر میشه در روایت و در آیات، و مجموعه ای از سکون و آرامش رو ما در فضای خانواده میتونیم ببینیم، در محیط خانه. والله جعل لكم من بیوتکم سکنا، در خانه شما آرامش گذاشته. چه خانه‌ای؟ خانه‌ای که به ذکر الله داره درش، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. در اون خانه‌ای که همسری داره انسان، و اون همسری که تبعیده که پیامبر اکرم علیه السلام فرمود که به هر حال بر اساس معیار دینی انتخاب شده دیگه. وقتی همسری که معیار دینی نداره نمیگذاره انسان به ذکر الله برسه. یکی از این حلقه، به هر حال این حلقه، این زنجیره یه حلقهش ناقصه. این زنجیره وقتی حلقه های این زنجیره کامل میشه، اون موقع از این انسان خوشبخت تر در عالم نخواهد بود. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. والله جعل لكم من بیوتکم سکنا، در خانه شما برای شما آرامش گذاشته. و خلق لكم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، همسری برای شما انتخاب کرده که با اون آرامش بگیرید. و بعد کسی که به هر حال در شب در خانه خود هست و استراحت هم که تکمیل کننده این موضوع است. جناب دکتر، ما در ابتدای صحبت اشاره فرمودید به بحث حس پدر و مادر شدن. حالا اینجا یک کمی بحث از خود افراد فراتر میره. تا اینجا تا حدودی میتونستیم بگیم که به ربط پیدا میکرد به یعنی خودشون بودن دیگه، حالا نقش خودشون در جامعه. اما اینجا شخص دیگری پاش وسط میاد. این چه انگیزه‌ای هست که خیلی ها رو میکشونه به این سمت؟ اینی که انسان به اصطلاح احساس کنه که بزرگ شده، احساس کنه که واسه خودش کسی هست، احساس کنه که بعضی بیان بهش صداش کنن بابا، مامان. این یک جزئی از نیازهای انسان هست. خب کسایی که به اصطلاح به این آرزو به سادگی رسیدن شاید زیاد درکش نکنن. یه پرانتز باز کنیم جناب دکتر، همینجا من این موضوع رو یک سوال. شما میفرمایید که این یک انگیزه است که انسان احساس نیاز میکنه که یکی بهش بگه بابا. کسی که خودش بابا نشده یا مادر و مامان نشده چطور این احساس رو میکنه؟ این احساس نیست در یک انسان مجرد. این احساس از جامعه پدید میاد. وقتی که این طرف میره مثلا میبینه که دوستش یکی از همسایه‌هاش از خونه بیرون میاد و دست پسرشو گرفته، دست دخترشو گرفته، میره مثلا به طرف مسجد. وقتی از میخواد به اصطلاح بره سر کار، بچهش صدا میزنه بابا یادت نره اون قولی که به من دادی ها. همین بابا، کلمه بابا یا همین کلمه مامان جون مثل یه تیر میخوره، احساس حسرت میکنه اون جوون ما یا اون خانومه. من یادم میاد در یکی از به اصطلاح کتابا میخوندم، افرادی که در مسائل اجتماعی هستن، یک کتاب زیبایی نوشته بود از این وضعیتی که به اصطلاح در جامعه هست. بعضی از نامه‌هایی رو که دختر خانم‌ها یا آقا پسرها براش نوشته بودند و درد دل کرده بودند، راه حل می‌خواستند، این همین نامه‌ها رو آورده بود تو این کتابش چاپ کرده بود. یه نامه‌ای بسیار دردناک بود. نامه رو دختر خانمی نوشته بود که الان یه پزشک متخصص هست در به اصطلاح قضایای پزشک متخصص کودکان هم هست. ایشون میگن تو این نامه‌شون که من دختر بودم، تازه دانشگاه قبول نشده بودم، برام خواستگار اومد، گفتم میخوام ادامه تحصیل بدم، باز پزشکی قبول شدم، خواستگار اومد، گفتم ادامه تحصیل میدم. یه سال گذشت در تحصیلم، هی خواستگار میرفت و میومد، منم یه دندگی میکردم که ادامه تحصیل میدم. سالای آخر پزشکی بودم، خب میخواستم که یکم زندگیم به اصطلاح راست بشه، الان مثلا کسی بیاد خواستگاری بیاد. دیدم که این بازار من کساد شده، کسی به طرف من نگاه نمیکنه. الان من دارم پزشک میشم، متخصص میشم، حقوق بگیر میشم. قاعده عقلی میگه الان باید افراد بیشتر به طرفش بیان، اما واقعیت جامعه چیزی دیگه است. مردم به اینقدر به فکر پول نیستن که به فکر قضایی دیگه هستن. الان عمرش رفت بالا. الان این دختر خانم شده یه پزشک متخصص، یه مطب هم داره، کسی که رو پای خودش رو پای خودش وایستاده، ثروتمند هم هست،
اما هیچ کسی به طرفش نگاه هم نمیکنه. خودش می نویسه که مثلا من چقدر آرزو دارم که مادر بشم. اون نامه‌ای هم که نوشته که آقا بیایید مدرکا منو بگیرید، مطب و بیمارستان منو بگیرید، پول و ثروت منو بگیرید، به من یه بچه بدید. خودش میگه که وقتی مادری میاد بچهشو برای درمان، من بعضی وقتا چیکار میکنم؟ مادر رو میگم که شما باید برید بیرون و در رو میبندم، این بچه رو بغلش میگیرم، میبوسمش، و یه شکلاتی چیزی بهش میدم، میگم منو دوست داری؟ حس مادری رو میخواد اشباع بکنه. میگه منو دوست داری؟ اون بچه هم تمام شد که این دکتر چی شده؟ میگه همچین هیئت میزنه. بعد میگم خب پس من بگو مامان. بچه هم که به اصطلاح برای خودش عزت نفس داره دیگه، هر که نمیگه مامان. میگه چقدر خودم رو ذلیل میکنم جلوی یه پسر، یک دختر کوچیک که به من بگه مامان. یا و میدونم هم که مامانش نیستم و میدونم، اما یک نیازی که در خودش هست، این رو به اصطلاح یک فرصت هایی که خدا بهش داد استفاده نکرد. لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم. خب این هم از جمله عذابایی است که الان داره به اصطلاح باهاش رو پرداخت میکنه. این یک نیاز هست در انسان ها. این انگیزه پیدا میکنه وقتی که طرف میخواد بگه به اصطلاح وقتی میبینه بچه کسی دیگه رو ماشاءالله بچهش حافظ قرآن هست، این یک حسرتی میخوره که اگه منم 10 تا بچه میداشتم حافظ قرآن میبودن. وقتی میبینه که نمیدونم بچه‌های کسایی رو میبینن که موفق هستن، حتی وقتی میبینن شوخی میکنن، شما شاید به خیلی از بینندگان باورشون نشه که بعضی از این نامه ها بود که طرف آرزو میداشت یه بچه داشته باشه، حتی اگر این بچه لال و گنگ و شل هم باشه. یعنی ببین چقدر همون احساس به یک نوع آتش و یک گرسنگی هست، یک نوع تشنگی هست که در اون فرد برآورد نشده، مثل یک انسانی که خیلی تشنشه. حالا تو این صحرا یه آب کثیفی هم گلالودی هم پیدا کنه، فوراً مثلا دیگه نمیگه که آقا توش میکروبه، آقا نمیدونم درست نیست، آقا مریض میشم. نه دیگه، الان این حرفا اصلا تو ذهنش هم نمیاد. خب اینی که افراد بخوان پدر بشن، مادر بشن، چیزی هست که به اصطلاح هر جوونی این آرزو رو داره، هر دختر خانومی این آرزو رو داره. اما وقتی هست که همین آرزو رو میاد به اصطلاح تبلیغات سو، تبلیغات رسانه‌ای بد، این رو میخواد در فرد ضعیفش کنه، کمرنگش کنه. این در واقع میمونه. طرف میخواد چند تا بچه داشته باشه، اما خب به کلاسش نمیخوره، چون که دیگه الان بالا کلاس شدن اینه که طرف ازدواج کرده. چرا بابا، چرا اینقدر عجله دارید؟ مردم بهش طعنه میزنن اگه سال اول صاحب بچه بشه. خب اینو مثلا یه نوع غرور میدونه، خودش میخواد، خانمش میخواد، اما چون که این جرأت رو ندارن که بتونن رو جلوی جامعه حرف بزنن، اینو ضعف شخصیتی دارن، یه نوع اعتماد به نفسشون ضعیف هست. اینجاست که دیگه میگن آقا ما صبر میکنیم، 5 سال بعد برنامه نداریم. خب اینا چیزایی هست که خودشون رو گول میزنن، در حالی که خودشون در داخلشون دارن حسرت میخورن. واقعا نکاتی رو که جناب دکتر بهش اشاره فرمودن نکات بسیار مهمی است. نکته آخری که اشاره فرمودن احساس پدر شدن و مادر شدن، این احساس در انبیای الهی هم بود. چند آیه که در این باب هست رو به عنوان یک میان برنامه گوش میکنیم ان شاء الله. برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه موضوع. خسته نباشید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته
خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. صدق الله العظيم. مصالحة تابشی از قرآن و سنت. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. با سلام مجدد خدمت همیشه بینندگان عزیز و ارجمند. من هدفم قرائت دومی بود که برای ترتیبشون جابجا شده بود، به همین خاطر بازم عزیزان لطف کردن قرائت دومی رو پخش کردن. و حقیقتا بحث فرزند و فرزند داشتن آرزویی است که انبیای الهی با تمام علو و شأنشون و بزرگی جایگاهشون هم به درگاه الله تعالی دعا کردند و از الله تعالی خواستند، طلبیدند که به اونها فرزند عطا بکنه. با اینکه اگر ما بخوایم به زندگی انبیای الهی نگاه بکنیم، مثلا آیاتی که در سوره مریم ما به همراه شما شنیدیم، صحبت از زکریای نبی علیه السلام داره، یک پیامبر بسیار بزرگوار، یک پیامبر عظیم الشأن. و آیات دیگری را هم ما در کلام الله مجید درباره ابراهیم علیه السلام داریم، آیاتی درباره باز انبیای دیگه که دعا میکنند، از الله تعالی میخوان و میطلبند. ما در خلال آیات و روایات این مفاهیم رو ما داریم که اونها تلاش دارن به بحث داشتن فرزند، با اینکه نبی هست، با اینکه معصوم هست، با اینکه در درجات ایمانی درجه بسیار والایی داره، یعنی در بعد زندگی دینی، زندگی ایمانی خیلی درجات متعالی رو طی کرده و از برگزیدگان الله تعالی هست. ازدواج هم کردن، تا آخر عمر هم ناامید نمیشه. یعنی حضرت زکریا و حضرت ابراهیم علیهم السلام به سنی رسیدن که اصلا امیدی به فرزنددار شدن هم ندارن، امیدی ندارن که اصلا فرزنددار بشن و فرزند داشته باشن و باز هم دست بلند میکنن و دعا میکنن. جناب دکتر، برداشت شما از این حس و حال انبیا انقدر دعا کردن در طلب فرزند چیه؟ خیلی زیباست وقتی ما نگاه میکنیم به آیاتی که در وصف حضرت زکریا علیه السلام هست. حضرت زکریا میفرمایند یریثونی و یریثو من آل یعقوب، یعنی حضرت یک مشکلی دارن که من پیر شدم، من میمیرم، این مسیری که من زحمت کشیدم، این همه کار کردم، دعوت دادم، اصلاح کردم جامعه رو، مردم رو به طرف توحید آوردم، این مسیرش چی میشه؟ بعد از من کیه که این مسیر رو ادامه بده؟ این سبحان الله ادامه دادن مسیر زندگی پدر این در همه انسان ها هست. درد ابراهیم زکریا یه درد خاص خودش هست. اما مثلا کسی که تاجر هست میگه من 5 تا دکان درست کردم، این همه مال و ثروت
به دست آوردم، بچه دار نشدم، حالا چیکار کنم؟ این پولم کجا میره؟ به کی میرسه؟ برس کی میرسه؟ احساس میکنه که این زحمتی که کشیدن داره هدر میره. میبینیم که پدره به اصطلاح سعی میکنه اون مسیری رو که انتخاب کرده این مسیر ادامه داشته باشه. کسی که به اصطلاح در مسیر تألیف کتاب هست و فلان، سعی میکنه که پسرش هم حداقل مؤلف نمیشه، حداقل این چاپخونه‌ای داشته باشه که این مسیر بمونه. کسی که به اصطلاح تجارت و بازرگانی و چیزی داره میخواد، کسی که پادشاه هست هی اینو زن رو بگیر آقا بچه دار نشد اینو طلاق بده زن دیگه و حرمسرا درست کن که چی یک کورکری بچه‌ای نصیبش بشه که این پادشاهیش نره به کسی دیگه. حالا زکریا علیه السلام رو میبینیم که این مسیر توحید دردشه که من که رفتم بعدش چی میشه، این نسل آل یعقوب چی میشه، من که بچه دار نیستم. میبینیم که هی دعا میکنه و اینو در همه پیامبران میبینیم، در قضیه حضرت ابراهیم علیه السلام و اما البته همین زکریا علیه السلام رو میبینیم که در دعای دیگرش در سوره آل عمران میفرماید که رب هب لی من لدنک ذریة طیبه. هدف باید برآورد بشه. من نمیخوام هر بچه بیاد گمراه بیاد یا مثلا بچه‌ای باشه که بیاد، اصلا من برای چی بچه میخوام؟ برای اینکه مسیر دعوت هم مسیر توحید ادامه پیدا کنه. من یک کسی میخوام که از مال من باشه، جانشین میخوام. الان ببین ما میتونیم به زکریا علیه السلام بگیم که خب شما جانشین میخوایی، خب این هم بچه هست، این هم مسلمون هست، اونا مسلمون شدن، خب یکی دیگه جانشینت میشه. اما اون میخواد که مال خودش باشه. ما الان خیلی توصیه میکنیم مثلا خانواده‌ای که صاحب بچه نشده آقا بیا 4 تا یتیم رو پرورش بده، نمیدونم خانومی که عقیم هست میگیم بابا بچهای جامعه برس، دختر خانومی که ازدواج نکرده میگیم آقا بیا به اصطلاح دختر پسرهای همسایه خیشان فامیل رو اینا رو تربیت کن، اینا رو تربیت اینا اجر و پاداشش مثل پاداش بچهای خودت هست. این یک راهی هست، اما در خود فرد میخواد درست اینا اعتراضی روش نیست، اما میخواد که مال خودش باشه. خب یعنی احساس میکنه که باید در این مسیر مال خودم باشه، مسیر رو خودم ادامه بدم، چون وقتی بچه من باشه میگن بچه فلانی، یعنی انگار که اسم من وجود داره. حضرت ابراهیم علیه السلام همین دعایش هست که واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، برای من یک نام و نشانی در آخرین تا روز قیامت بذار، و در این حال رب هب لی من الصالحین، برای الها یک فرزند صالح و نیکویی بده. خود حضرت ابراهیم هم که دعا میکنه انگار که احساس میکنه که یعنی من دعا میکنم اما بعد از این عمر دیگه، بعد از این که مثلا همسرش اومد هاجر رو به عقدش در آورد، ساره اومد، خب چقدر خوشحال شد حضرت ابراهیم. وقتی باز ملائکه اومدن بهش بشارت میدن خودش تعجب میکنه، چطور من پیرمرد؟ همسرش که اصلا تعجبش رو دهنش وا میمونه و میگه که من که عقیم بودم بعد از این عمر. اما جالب این است که هیچ وقت دست از دعا بر نمیداره. خودش دعا خودش یه عبادت هست و در نهایت هم به این پاسخ میرسه، یعنی اینی که انسان بچه دار باشه و این مسیر ادامه داشته باشه. ببینید حتی در پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، پیامبر وقتی که مسئله خدیجه مطرح میشه، بعضی مثلا اعتراض میکنن از امهات المؤمنین که یا رسول الله صبح و شام هر جا شد خدیجه خدیجه خدیجه، خب کشتی ما رو با خدیجه. خدیجه خب پیر زنی بود مرد و رفت دیگه، حالا دست بردار، خدا بهتر از اونو بده، خدا بهتر از اونو به شما داده. پیامبر عصبانی میشه. و جالب اینجاست که از فضایل خدیجه که بیان میکنه میفرمایند که ورزقت منها الولد، من خداوند از هیچ از شما به من بچه نداد، از خدیجه به من بچه داد. خب و وقتی هم بچه هاش مثلا قاسم و
عبدالله اینا که وفات میشن، فرزندان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، ببین دشمن چیکار میکنه. دشمن میاد کبکبه و دبدبه به راه میندازه، های خلاص این دیگه نسلش بریده شد، پسر نداره، این ابتر هست. تا جای خداوند جمع میشه پروندهش تموم میشه دیگه. بزنم اونا که خب این پیامبره، خب حالا صبر میکنیم، بچه هم که نداره مسیرش رو ادامه بده، جانشینش بشه، خب پس دیگه به اصطلاح نسلش تموم شد، پرونده جمع شد. که قرآن کریم میاد ازش دفاع میکنه، از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، که به اصطلاح اون این نشانه اکه ابتر، اونایی که به اصطلاح این نشانه اکه هو الابتر، اونایی که به تو میگن دم بریده یا به اصطلاح نسلش تموم میشه، قضیهش ادامه پیدا نمیکنه، خودشون دم بریدن، خودشون ابترن. و در عمل هم همینطور شد. الان ابو جهل و ابو لهب و اینا کجان؟ مسیرشون همشون گم و گور شدن. در مقابل خب این ویژگی خاص پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود که خداوند متعال مثلا دینش رو خاندانی نگذاشت. مسیر دعوت اسلامی، حالا بعضی از مسلمان‌های کج‌فهم فکر می‌کنند که بله باید دیگه دین مال به صورت برای بچه‌های پیامبر باشه، مگه ما پادشاهی داریم؟ دکانداریه که آقا پیامبر رفت حالا بچه‌ش بشه، دامادش بشه، بعد از داماد بچه، دامادش داماد، بچه. خب اینو به حساب برداشت پادشاهی و یه نمیدونم چی برداشتی هست که در غیر از جامعه اسلامی میتونی اون رو مطرحش کنی، بهش بها بدی. اما در جامعه‌ای که به اصطلاح خداوند براش دستور عمل فرستاده، قرآن فرستاده، این دیگه معنا نداره. اینجا دیگه سوره شوراست که حرف میزنه. اینجا دیگه رشد عقلی انسان هست که به کمال رسیده حرف میزنه. اینجا دیگه این نسب و نمیدونم اینا کم رنگ تره یا اصلا رنگ نداره. اینه که ما میبینیم پیامبران خدا چقدر شوق دارن که این دعوتشون بمونه و مسیرشون ادامه داشته باشه. در قصه مثلا حضرت شعیب علیه السلام، حضرت شعیب علیه السلام از برداشت آیات چنین میاد که فقط دختر دارن، اما خب مسیرشون رو چیکار میکنن؟ گره میزن به یه پسر جوون مردی سر کلهش پیدا شده تو شهر ما، ماشاءالله جوون، شجاع، امین، با اخلاق، با حیا. این همونه که میتونه راه ما رو ادامه بده، مسیر رو ادامه بده. فوراً حضرت شعیب شکارش میکنه که بیا دخترمو بهت بدم. قصه حضرت موسی علیه السلام وقتی رفتن به اصطلاح به مدین و دو تا دختر، جالبه که زیاد آشنایی قبلی هم با هم ندارن. یعنی حضرت موسی اینجوری نیست که تازه همون روز اولی که وارد شده و دیگه همون یکی دو سه روز اولی چند تا صفت ازش میگیرن و دامادش میکنن. این خیلی مهمه، چون که این فرصت ها یه بار میاد. اینو میگن یه پدر بسیار بسیار زیرک. طرف رو دید این طرف پخته است، این طرف واسه من بهترینه، الان بیام صبر کنم. آقا تا بخوای صبر کنی تا به جنبی، طرف رو بردن. جامعه دیگه از اینجور افراد تو جامعه خیلی کمه. خب شما دیدی یه جوونیه، واقعا جوون فریخته‌ای هست، برازنده این هست که به اصطلاح بشه داماد شما، دختر تو بهش بدی، خواهر تو بهش بدی. قبل از این که مثلا کسی دیگه شکارش کنه باید بقابیش بلا رفت. در مقابل هم مثلا دختر خوب، خانواده‌ای رفت دختر خوبی دید فلان و همین، دید که بله از هر انگشتش 1000 تا هنر میباره و دیانتش و اخلاقش و به اصطلاح زیباییش و حیاش و همینا، نقاپیدیش رفته. بعدش دیگه حالا ضرر کردی و حسرت میخوریم. ما اینو میبینیم خیلی از مادران حسرت میخورن، آی دختر فلانی زیر چشمم بود، تأخیر کردم، دیر شد، قاپیدنش فلان. یا در مقابل مثلا عکسش هم که مثلا پدری رو میبینیم که خیلی مشتاق فلانی بیاد خواستگاری دخترش، اما فلانی نمیاد. خب بابا یک راهی پیدا کن، میتونی جرأتش داری برو بهش بگو. مثلا خدیجه یکی رو بفرست بره دیگه. نمیتونی حداقل
به اصطلاح یک پیرزنی، پیرمردی، دوستی، آشنایی، رفیقی، چیزی رو به اصطلاح یکم به اصطلاح دور بزن و اون مسئله رو بهش برسون. حکایت اینجاست که مثلا ما باید خیلی خیلی از انبیای خداوند این درس رو بگیریم که ببینید انبیا دردشون ادامه مسیر هست و واسه همین ادامه مسیر دعا میکنند، ذریت طیبه میخوان، رب هب لی من الصالحین میخوان. چرا؟ اون آیه که به اصطلاح دعای حضرت ابراهیم وجعلنا للمتقین اماما، و قبلش به اصطلاح رب هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. در صفات مؤمنین ذکر میشه. در صفات به اصطلاح انسان مؤمن همسرش رو یک چشم روشنی میخواد، یک احساس سعادت میخواد. چه وقتی این احساس سعادت برآورده میشه؟ وقتی که این اون صفات و سیمای خوب یک بنده صالح رو داشته باشه. و همچنین فرزندش، فرزندانمون، نه تنها فرزندان، وقتی حرف میزنیم دیگه هم فرزندان میاد، هم نوه و نتیجه و به اصطلاح اینا همش ذریتش. خیلی انسان افتخار میکنه وقتی میگیم اینه که مثلا نوهش خیلی پسر خوبی شده، مؤدب شده، حافظ قرآن شده، نتیجهش فلان. چقدر برای یه پدر بزرگ چقدر احساس خوشبختی میکنه، احساس سعادت میکنه در جامعه. چون دکتر حالا مسائلی که ذکر شد، شاید این سوال پیش بیاد، برخی از بینندگان عزیز همچین سوالی بکنن که آنچه که ذکر شد انبیاء الهی بودن، یک نبی به فکر به هر حال اینه که رسالتش به کجا برسه، بعد از خودش رسالت ادامه پیدا بکنه و مثالهایی که ذکر میشه همه مال اولیاء خداست. حالا ما نمیخوایم زیاد رسالت اون امتداد پیدا بکنه، ما نمیخوایم مثلا رسالتی نداریم. شاید کسی همچین نظری داشته باشه، خب من یه تاجرم، مثلا من تاجر، نهایت فکر من اینه که بچم فردا تجارت منو بچم بگیره دیگه، یا من که یه کار دیگه ای دارم، اداری دارم، پستی دارم، مقامی دارم، حالا تلاشم اینه. حالا چه انگیزه‌ای باید انسان مسلمان داشته باشه نسبت به فرزندش و دید یک انسان مسلمان درباره فرزند چی باشه؟ یا من فرزندی رو که میخوام، آیا هدف من از داشتن فرزند فقط صرف اینه که راه من رو، حالا ثروت من حفظ بکنه یا پست و مقام من حفظ بکنه، یا اینکه به هر حال هست دیگه سیاه لشکر یه جای مشکلی گیر کردیم، فردا میاد و کمک میکنه و فردا عصای دست من میشه تو زندگی. و انگیزه ما از داشتن فرزند چی باید باشه؟ اون چیزی که در خلال کتاب و آیات به ما نشون داده میشه. اینی که ما فکر کنیم به اصطلاح که فرزند عصای پیری انسان باشه، این حق. هر انسانی از آینده میترسه. فردا من افتادم، پیر شدم، مریض شدم، بلای سرم اومد، خانواده رو کی اداره کنه؟ خب کی منو جمع جور کنه؟ این یک نیاز هست و یک به اصطلاح ترسی هست، واهمه‌ای هست که در هر انسانی وجود داره و این باعث همینه که ما هم در زبان خودمون میگیم عصای پیری. خب و هر فردی هم تلاش داره که این عصاش یکی نباشه، دو تا نباشه، 10 تا 15 تا باشه. بله. چرا که به اصطلاح خطره. خب همونطور که خطر مرگ منو تهدید میکنه، پیری منو تهدید میکنه، مرض منو تهدید میکنه، خب بچه‌مو هم تهدید میکنه. هر چی بیشتر شدن خب این درصد خطر پایین‌تر میاد. اما یه نقطه دیگه بسیار بسیار مهم هست که فرزند خودش چی هست؟ فرزند استمرار حساب بانکی من پیش خودم. من خب الان با یه عبادتی مشغولم، یک اجر و پاداشی کسب میکنم. وقتی مردم چی شد؟ هیچی دیگه، صحیفه اعمال بند شد، تموم شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3. وقتی که انسانی از این دنیا رخت برمی‌منده، حسابش جمع میشه، صحیفه اعمالش جمع میشه، مگر از 3 مورد. این 3 مورد چی هست؟ یکی خب علمی داره و به اصطلاح علمش رو به اصطلاح میذاره و میمونه بعدش، و کتابی تالیفی میکنه، مردم تعریف، این به اصطلاح یک بابی هست که از اینجا براش اجر و پاداش میاد. یکی دیگه مال و ثروتی داره، خب این صدقه جاریه میذاره و به هر حال از این
یکی از اینها باز مهمتر هست، چی هست؟ ولد صالح یدعو له، فرزند نیکی هست که برای تو دعا میکنه. نه تنها این دعای فرزند، این فرزند خوب ببینید چقدر برای پدر مادر اجر پاداش میاره. خب یکی که خودش دعا میکنه، بله. یکی دیگه مردم وقتی که خوبی این رو میبینن برای پدر مادرش دعا برای میکنه. پدر میگه خدا پدرشو بیامرزه ها، بله. مرحبا بین مادر که این فرزند رو تربیت کرد. حالا مادر سال هاست که مرده است، خب پدر سال هاست که مرده. این دعای همه جامعه و اطرافیان رو این فرزند میاره برای پدر مادرش. در ثانی خود همین فرزند کی هست؟ دست پرورده اون پدر مادر هست. یعنی عمل صالح پدر و مادر هست. در قصه حضرت نوح علیه السلام وقتی که پسر بسیار ناخلفش وقتی اومد غرق شد تو به صلاح کفر رو انتخاب کرد و مسیرش، خداوند متعال چی گفت؟ بار اله شما گفته بودید که ذریه منو نجات میدید. ان ابن من اهلی و ان وعدک حق. جواب خداوند چی بود؟ انه لیس من اهلک. انه لیس من اهلک. خب این چون که از مسیر رفت، انه عمل غیر صالح، عمل غیر صالح معرفی شد. اما اگه عمل صالح می بود چی؟ یقینا. یعنی ببین تعبیر قرآنی خیلی زیباست. عمل غیر صالح، اگر صالح می بود فرزند تو می شد عمل صالح، یعنی فرزند تو یکی از کارهای نیک تو بود. نیک توه. احسنت. الان این کار نیک چی میکنه؟ ترشح میکنه، تشعشع داره، پشت میکنه دیگه. نمازی که این فرزند میخونه، اجری که فرزند میکنه مثل مال باباش. یه نسخه به حساب بابا نوشته میشه بدون اینکه از حساب این چیزی کم بشه. صدقه ای که میده، صدقه را دادن از کی یاد گرفت؟ باباش. از بابای نیک. علم و دانشی که یاد میگیره، نمیدونم، همه این فرزند عبارت هست یک عمل صالح که داره زیاد و زیادتر میشه. یه بانک برای خودش. نه تنها یه بانکه، شعبه ها میزنه. این فرزند صالح صاحب 10 تا فرزند دیگه میشه. این فرزندی که پدر تربیتش کرده 10 تا فرزند دیگه تربیت میکنه. شاخه پیدا میکنه مثل الان ببینید یک اجری هر یکی از این فرزندا میگیره، مثل اجر فرزندا بالا سریاشون میگه مال باباش، مثلش مال بابا بزرگ. به این صورت طرف یک بهترین بزرگترین سرمایه‌ای که یک انسان میتونه داشته باشه همین تربیت فرزندش هست. حالا تصور کنید یه آدمی 10 تا 20 تا فرزند داره. واسه همینه که قرآن کریم این مؤمنان رو مژده میده که در روز قیامت فرزندان و خانواده رو خداوند متعال در بهشت با هم جمع میکنه. به شرط عمل صالح. به شرط عمل صالح. خب بهشتی که باشن. من. حالا تو بهشت یه مقدار درجات هست، خداوند این درجات رو براشون جمع میکنه، همه رو پیش با بزرگ یا بهترینشون قرار میده. این فضل خداوند است برای این خانواده. فرزند نه تنها پس یعنی حفظ دنیای فرد هست، بیشتر از حفظ دنیای فرد حفظ آخرت فرد. الان ما ببینیم مثلا خود پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم خودش رو همیشه ربط میده به کی؟ به باباش ابراهیم علیه السلام، اسماعیل، ابراهیم. در طرف مقابل هم میبینیم پیامبران بنی اسرائیل. حتی قرآن ما رو نسبت میده به ابراهیم علیه السلام، ملت ابیکم ابراهیم. ملت ابیکم ابراهیم. چرا؟ چون که ما از پیامبرمون هستیم و پیامبرمون از نسل ابراهیم علیه السلام. از نسل پیامبر در حق ما حکم پدری داره بدون شک. قرآن کریم مادران ما رو کی معرفی کرد؟ همسران پیامبر و مادران مؤمنین معرفی میکنه. یعنی خودش هم بابای مؤمنین. بابای ماست. منم. پس ما مؤمنان فرزندان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هستیم، فرزندان ام المؤمنین عایشه و خدیجه و حفصه و زینب هستیم. پس ما هممون
فرزندان اسماعیل و ابراهیم هستیم. اینی که قرآن کریم میفرمایند ملت ابیکم ابراهیم حنیف. جناب دکتر، چرا ما مسلمان های این دور زمان علی خصوص، حالا مثلا جوانایی که مال این دهن، مال عصر اینترنت و عصر تکنولوژی و عصر تحصیلات و زندگی ماشینی، چرا زیاد تمایل به فرزنددار شدن، فرزند داشتن، تعبیر دقیق‌تر، تمایل به فرزند داشتن نداره؟ چه انگیزه هایی با توجه به اینکه به هر حال دین مبین اسلام، شما میفهمید، ما هر مسلمانی بدون شک، مسلمان باید هدفش رضایت الله تعالی، هدفش کسب عبادت‌های بیشتر، پسنداز بیشتر برای آخرت و باز کردن حساب‌های مختلف برای آخرت، سرمایه گذاری برای آخرت. همون که میگم همیشه دنیا مزرعه آخرته، این دنیا رو یک مزرعه‌ای داشته باشه برای اینکه در آخرت درو بکنن چیزی رو که در دنیا کاشت. با توجه به اون چیزی که شما میفرمایید و یقینا هم همین است که فرزند این همه کمک میکنه به زندگی دینی ما قبل از زندگی دنیوی. حالا بود دنیوی عصای دسته و کمک میکنه به جای خود. تو خود بحث دنیا، بحث دین، وقتی اینقدر فرزند برای ما میتونه مثمر ثمر باشه و میتونه انقدر ما کمک بکنه و میتونه انقدر ما رو، یعنی بعد از مرگ ما حساب ما رو همچنان باز نگه داره تا روز قیامت. فرزندان این، فرزندان این، فرزندان اونها، یک جامعه شاید تا قیامت شاید چند میلیون نفر از نسل من نوعی متولد میشن. همینجوری که ما 7 میلیارد نفریم، بابامون آدم علیه السلام که خدا چقدر بهش اجر و پاداش بده و اینها همه به حسابمون نوشته میشه، نیکی‌هایی که ما داریم انجام میدیم بدون شک. حالا چه انگیزه‌ای سبب میشه که ما بیخیال شدیم این سرمایه عظیم رو و این بخشی که چه بسا من نوعی به خاطر عبادت فرزندم میرم بهشت و خودم کاری نکرده باشم، هنری نکرده باشم، همونجور که در حدیث صحیح پیامبر اکرم علیه السلام فرمودن روز قیامت برای در بهشت برای شخصی درجاتی میارن، نعمتایی داده میشه، میگه خدای من همچین عبادتایی نکردم. میگن که بعد از تو فرزندانت داشتن بعد دعا میکردن و این ثمره اونهاست بعد از تو. چرا ما زیاد به این موضوع توجه نمی کنیم؟ چرا رغبت نداریم؟ چه انگیزه هایی، چه مواردی سبب شده که ما زیاد اهمیت نداریم به ثمره زندگی و میوه های دلمون؟ ببینید استاد سلیمانی، الان به اصطلاح تکنولوژی رشد کرد. همونطور که ما الان کامپیوتر داریم، آیپاد داریم، فلان داریم، در این حال ویروس هم داریم. دلت بخواد. الان مخای خیلی از جوانای ما ویروس زده. این یه فرمت میخواد، یک به اصطلاح رفرش کنیم و خودمون رو دریابیم. یعنی ما رو گول زدن از بس که به اصطلاح ما در یک دنیایی هستیم. الان ببین خیلی جالب هست، اگه طرف تو فرانسه، تو بلژیک، تو نمیدونم سوئیس فلان طرف بچه دار باشه، چه حکومت خوشحال میشه. برای مادری که بچه میاره براش حقوق تعیین میکنن، به اصطلاح مزایا بهش میدن تا یه بچه دار شد، 2 بچه دار شد، این دیگه مادر شد به اصطلاح تو اون جامعه تاج سر. همین دشمنی که اینطور به اصطلاح واسه خودش ملت خودش رو تشویق میکنه برای بچه دار شدن، میاد تو کشورهای ما سرمایه گذاری میکنه. چرا؟ که بچه دار نشیم. چون که ما الان در اون کشورها دارن از بین میرن، پیر شدن. در بیشتر کشورهای غربی به اصطلاح آمار رشد جمعیتی شده 0 یا حتی سیر نزولی پیدا کرده. در خیلی از کشورهای اسکاندیناوی سیر نزولی پیدا کرده. جمعیت روز به روز داره کمتر میشه. به این معناست که میزان مرگ و میر از میزان تولد زاده ولد بیشتره. و این یعنی چی؟ یعنی اینکه جمعیت روز به روز داره کمتر میشه. یعنی چی؟ یعنی اینی که جامعه داره رو به قهقرا میره، جامعه داره پیر میشه، فرسوده میشه. بله. خب کسی که امروز 20 سالشه 30 سال دیگه میشه 50 ساله، جای این 20 ساله رو که میخواد بگیره. الان اگر 20% جامعه جوون هست،
10 سال بعد 10% میشه، 5 سال بعد فقط کشور میشه کشور بازنشستگان. کی میخواد کار کنه؟ کی میخواد اینا رو جمع کنه؟ خب اینه که باز در مقابل کشورهای ما درصد جوانها و نوجوانها بیشتره. تو هنوز با وجود این همه تبلیغات سو و همینجوری داره ادامه پیدا میکنه. رشد ما سعودی داریم. خب این یعنی چی؟ یعنی اینی که ما به اصطلاح بازوی کار داریم، عقل مبتکر داریم. اینا میان وقتی که تو کشورها ما حرف میزنن میگن آقا نکنه بچه دار که شدید، بچه زیاد شد، جمعیت بالا رفت، گرسنه نمیشید. یعنی چی؟ یعنی آقا انفجار سکانی صورت میگیره. خب چی میشه؟ آقا از گرسنگی میمیرید. اینا فکر میکنن که بچه وقتی میاد، بچه فقط با دهن میاد، که همین که اومد مثلا همون کرمای چی هست که روی برگای توت میذارن که رو بشم هی خاش مثلا میخوره. این بچه که میاد تنها با دهن خلق نشده، عقلم داره، بازوی کارم داره. اینی که میخواد بخوره عقلش این رو وامی داره به ابتکار، بازوش وامی داره به کار، از سنگ برای خودش و برای 10 نفر دیگه غذا در میاره. از همین دهن زمین امکان نداره که خداوند متعال خلقی رو خلق کنه. اگر خداوند متعال میفرمایند که و ما من دابت، هیچ دابه‌ای، حشره‌ای، چیزی که رو زمین حرکت کنه، جنبنده‌ای نیست تو زمین الا علی الله رزقها. خالقش خلقش کرد، یادش میره که مثلا فکر غذاش باشه. آن که دندان داد نان داد. اون که دندان دهد نان دهد. خب نه، چون اینا در واقع مشکلشون مشکل غذا نیست. مشکلشون اینه که وقتی که کشورهای غربی، این استعمارگران وقتی پیر میشن، این کشورها دارن رشد پیدا میکنن، رشد عقلی پیدا میکنن، رشد بازوی کارشون زیاد هست فلان هست، ایناست که چیکار میشه؟ اونا تحت شعاع قرار میگیرن. اون دیگه به اصطلاح استعمارگری و قلدروشون تموم میشه. الان میبینید حتی در سیاست هایی که مثلا دنیای غرب اجرا میکنه، الان ما میبینیم جوانای ما دارن، بچهای ما دارن ازشون میخندن. شما میبینید همین اخیراً که مثلا در فرانسه جمع شده بودن هیالول و مثلا راه انداخته بودن مثلا اهانت به مسلمان ها و اهانت به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، اونایی که تو صف اول حرکت میکردن، حالا شما نگاهشون کنید حتی از نحوه پوشششون شاید توجهتون جلب کرده باشه که شاید 20%شون اصلا به اصطلاح پمپرز دارن استفاده، پوشک پوشیدن. پیرمردای چلفت دست و پا افتاده که نمیدونن واقع چی میگذره، عقلشون الان یارایی نمیکنه. نمیبینیم که 4 تا جوان بلند بشن همچین کاری رو بکنن، چون اینا از حماقت میدونن. جامعه رشد کرده، جامعه ما در حال رشد هست چون جوان داریم، عقل کاری داریم. جامعه های اونها برای چی بیان تو کشورهای ما جنگ درست میکنن، مصیبت درست میکنن، ثروت های ما رو دارن میچاپن، جنگ و بدبختی اینجا درست میکنن. میگن آقا در آفریقا نمیدونم جمعیت زیاده، گرسنگی زیاده. اگه واقعا راست میگید خب چرا شما مال و ثروتشون رو میدوزید میبرید پیش خودتون؟ و ببین همینا هم چیکار میکنن؟ میان از کشورهای ما چیکار میکنن؟ جوونا رو و به خصوص دختر خانوما رو میبرن اروپا. واسه چی؟ حالا مثلا دوستان میگن که در کابل هر دختری بخواد بره اروپا فوراً میفرستنش. چرا میفرستنش؟ چون که اونجا دختر خودشون شده پسر، زاد و ولد نیست. این دخترای ما رو میبرن کجا؟ واسه چون بچه درست کنن، آینده کشوراشون رو درست کنن. اینم که دارن به خیلی از فرزندای کنجا به دنیا میان تابعیتشون رو میدن و پاسپورتشون رو میدن، نه به خاطر اینکه منت میذارن سر اینا، دارن التماس میکنن آقا تو رو خدا اینجا بمون، نرو که نسل ما داره از بین میره. دقیقاً. الان مثلا ببینید هر جا که چیز گذاشتن، دفاتر سازمان ملل، آقا چیکار میخوای بکنی؟ ما پناهندگی میدیم به اروپا. چه وقت کی رو نگاه میکنن؟ چند تا بچه داری؟
15 تا بیا کوچاب. اینی که 15 4 تا 12 تا بچه داره، این دیگه همه کشورهای اروپایی عاشقشن. لقمه چرم. لقمه چرمه. این داره به اون کشورها 12 تا نیروی کاری میده. بعد تازه هر کدوم 5 6 تا بچه داشته باشن 60 70 نفر اضافه میشه بعداً به جمعیت. خیلی براشون خیلی مهمه. اونا در واقع این به اصطلاح بزرگسالای ما رو نمیخوان، اینا رو میخوان که اونجا به اصطلاح دفن بشن، اما به طریق از راه اینا بچه‌هاشون رو میبرن که اونجا خب بچه‌هاشون رو اونجا تربیت میشن، مال اونا میشن، اصلا زبان و فرهنگ و همه چیشون یادشون میره. تو آمریکا آقا امکان نداره به شما ملیت آمریکایی بدن مگر اینکه امتحانت میگیرن زبانت و فرهنگت و فلان، یعنی کلا مسخ بشی مال اونا بشی. خب و این یعنی چی؟ خود این یعنی اینی که ما داریم تو کشورهای خودمون سرمایه گذاری میکنیم، افراد میسازیم، دو دستی تحویل میدیم به اونا به خاطر به اصطلاح فساد اداری که تو کشورامون هست، به خاطر همون دزدای به اصطلاح قالتاقی که به اصطلاح راهزنا که به اصطلاح مسیر یک ملت رو به دست گرفتند و به اصطلاح رهبر شدند و رئیس شدند و فلان شدند و هی بدزد. خب اینا رو هم چرا غرب میاد از همین دیکتاتورها و از اینها حتی در ظاهر اگر هم بهشون بد و بیرا بگه اما ازشون حمایت میکنه که نیفتن؟ واسه این که همین فضا رو به وجود میارن. حالا جوون ما میاد خودشو گم میکنه، ویروس سرشو میزنه که اینا آقا میگن فرزند کمتر زندگی بهتر. نظرتون راجع به این کلام چیه؟ یک حرف بسیار بسیار مزخرفی هست. یعنی چی فرزند کمتر زندگی بهتر؟ یعنی ببخشید من دیده اون کسانی که اینو میگن خب فرزند کمتر، یعنی این که الان گرونی شده، نون بربری نمیدونم شده 400 تومن 500 تومن، بعد قیمتا رفته بالا، این چیزهایی هم که قرار بود بدن ماهانه میدادن که به حساب میریختن، نمیدونم آقای رئیس جمهور میخواست بده اونام که قطع شد دیگه، اون پولم که نمیدن. بعد دیگه رایانه همون مثلا یارانه و رایانه و یارانه اون کوپونایی که یارانه‌ای که میدادن اونم که قطع کردن. حالا از شوخی هم که بگذاریم جا طور یک برخیا حالا دغدغه‌هایی دارن، میگن مثلا بیشتر هم بحث اقتصادی هست، مشکلات اقتصادی هست، مشکلات معیشتی هست و برخیای دیگه هم حالا بحث تربیت رو مطرح میکنه که بهش برسیم. حالا برگردیم سراغ سوالتون. ببینید استاد سلیمانی، من وقتی میگم واقعا این افراد ویروس زدن و باید فرمات بشن، میدونم چی دارم میگم. آقای محترم، وقتی که تو میخوای بگی که آقا من نمیدونم گرونی شده، کی به تو روزی میده؟ خداوند. همون خدایی که به تو روزی میده میفرماید که نحن نرزقهم و ایاکم. حتی من میکنه لا تقتلوا اولادکم من املاق. در جای دیگه من خشیت املاق. یعنی بچه‌هاتون رو از ترس گرسنگی، همون چیزی که شیطان وسوسه میکنه، نکشین. طرف داره الان میکشه. حالا یکی بچه دار میشه میکشدش، یکی قبل از اون فکر بچه دار شدن رو میکشه، یکی میاد نمیدونم با من حمل رو نمیدونم فلان از این همون نطفه رو میکشه. از چی؟ ترس به اصطلاح فقر. خداوند میگه که ما اول به بچه هاتون روزی میدیم بعد به شما. همون که به تو داره روزی میده اونم داره میده دیگه، به تو که داره میده. تو تعبیر خیلی زیباست، تعبیر قرآنی که نحن نرزقهم و ایاکم. باز در شبیهش نرزقکم و ایام هر دوشو داره میگه. خب این یک دلداری داره بهشون میگه، همونطور که ما به شما روزی میدیم بینا میدیم، اما در این آیه نه، بینا روزی میدیم به شما هم میدیم قبل از اینکه به شما بدیم. یعنی اینی که خداوند روزی رسان هست، خب این یک عقیده باید باشه تو مخ هر مؤمن. جناب دکتر ببخشید همین موضوع رو جالبه که در بحث ازدواج ما همچین تعبیری داریم، و انکه حل ایام منکم الصالحین من امائکم ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله. حتی پدر مادر قبل از ازدواج اگر دو نفری احساس میکنن که دست مالشون بنده برای ازدواج، الله تعالی میفرماید که شما ازدواج بکنید
ما اگه فقیر هم باشن این 2 تا دختر و پسر که ازدواج میکنن، از طرف خودمون اینها رو ما بی‌نیازش میکنیم. این که نص صریح قرآن است و شک در این کفره. باز برای فرزند هم باز همین رو ما میبینیم که چقدر تاکید میکنن دائمتون. کسی که به اصطلاح از فقر میترسه این نیاز داره که ایمانش رو فرمات کنه، نیاز داره که خودش رو بازرسی کنه و ایمانش به خداش رو دوباره وارسی کنه. مشکل اینجا داره. در این حال حالا وقتی که کسی اومد 10 تا فرزند داشت، خب ببینید همین 10 تا فرزند یعنی چی؟ یعنی همه که با هم متولد نمیشن. خب موارد نادری 10 تا که فکر نمی‌کنم تا حالا داشته باشیم تا 6 7 قلو. اگه 10 تا یا 6 7 تا قلو که پیدا میشه، ببین چی میشه. همون کشوری که اصلا توش به اصطلاح 10 قلویی پیدا شده، 5 قلویی، 4 قلویی پیدا شده، ببین همه رسانه ها میان، رئیس جمهور میاد، مشهور میشه اصلا، سر زبونا میاد. چی چیز واداشته که این مسئولین بیان پیش این به اصطلاح خانم و ازش تشکر کنند و اینا رو خداوند تسخیر میکنه که برید خدمت اینا بکنید و طرف رئیس جمهور میاد بیمارستان، میاد دانشگاه، میگه که با خرج اینا رو دولت تکفل میکنه. اینه نرزقهم و ایاکم، یه واسطه پیدا میکنه و یرزقهم من حیث لا یحتسب. اگر مؤمنانی باشند و به اصطلاح توکل بر خدا و تقوا الهی پیشه کنند. پس اینی که همین بچه ها بازوها و اعمار مختلف دارن، یکی دست دیگری رو میگیره. خانواده چرخش بهتر میچرخه، همه ی مسائل خانواده بهتر صورت میگیره. ببینید مادری که یه همسایه ما داریم، مادری ماشاءالله 12 تا بچه خداوند میشته. ماشاءالله خدا حفظش کنه براش. اصلا مادره رو میبینی همچنین شاد و شنگوله که اصلا فکر نمی کنی که این مادر 12 تا بچه مادر 12 تا بچه است. بچه‌هاشو میبینی میگی که این مادر فلانیه، با هم که میشینن فکر میکنی شاید خواهرشون، خواهر بزرگتره. اینقدر. بعد همین خانواده الان پدر و مادر بازنشسته شدن، خب همین بچه ها دارن دست یکدیگر رو میگیرن. بله. زندگیش و خیلی هم حرفه. وقتی شما توی خانواده باشی 5-6 تا برادر داشته باشی، 5-6 تا خواهر داشته باشی، ببین چقدر احساس غرور میکنی، احساس قدرت میکنی. خب احساس میکنی که مثلا پشتوانه روحی داری. حضرت شعیب وقتی که به اصطلاح منت‌های خداوند رو بر بندگان به اصطلاح میگفت، میگه که شما کم بودید، خداوند شما رو زیاد کرد. همین زیادی خودش یک پشتوانه امنیتی داره برای فرد، از نظر به اصطلاح نفسی و روحی روانی خود تو جامعه اعتماد به نفس خاصی پیدا میکنه. در مقابل اینا خانواده‌ای که مثلا یه فرزند دارن یا 2 تا فرزند دارن، اینا اون پدر مادر خیلی بیچاره‌ان. فرزندا کجان؟ یکی رفته نمیدونم تحصیلات به خارج، دختر هم شوهر کرد، پدر و مادر مثل دو یتیم پیر تو خونه، حالا باید همسایه بیان دستشون رو بگیرن. خب اینی که به اصطلاح بعضی از جا میخونیم که مثلا کنترل جمعیتی در خانواده ها یک ظلم و ستم اجتماعی بسیار بدی هست. چرا؟ ببین ظلم و ستم اول به خود طرف هست. این پدر مادری که همچنین برداشت نادرستی دارن، ویروس زدن، مخشون سوس گرفته، این پدر و مادر دارن به خودشون ظلم میکنن، دارن آینده خودشون رو تباه میکنن در دنیا قبل از آخرت. آقا تو عصای پیری میخوای؟ اگر 10 تا بچه داشته باشی 5 تاشون سفر باشن، 5 تا دیگه کنارتن. حداقل از این 5 تا رو بگیم 7 تا 8 تاش هم سال در نمیاد، 2 تاش که در 2 تا میخوره فردا. دقیقاً. و همیشه هم اینی که به اصطلاح بگن آقا ما نمیتونیم تربیت کنیم فلان، اینا هم حرفه. یکی از بهونه‌هایی که میارن، شما چه صحبتی میکنید برای این افراد؟ بعضی میگن ما زورمون نمیرسه فلان، این هم بچه داره
و بعد شاید دیدن متاسفانه حالا کوتاهی یک شخصی رو در تربیت فرزندانش بهونه میکنن، فلانی که اینها بچه داره کدومشون تونست آدم بکنه و حالا من فلانی نگاه کن 2 تا بچه داره ماشاءالله دسته گل، فلانی 12 تا داره چیکار کرد، منم مثل این میکنم 2 تا بچه میارم تربیتشون. اینا همیشه به اصطلاح تصویر زشت همیشه جامعه بزرگش میکنه. تو همین جامعه خب یکی هست 12 تا بچه داره ولشون کرده تو بازار، خراب شدن بچه‌هاش. چقدر تو همین جامعه ما خانواده هایی هستن که یه فرزند دارن یا 2 تا یا 3 تا دارن و بچه‌شون خرابن. خیلی هن. بیشتر از اونایی که به اصطلاح زیاد بچه دارن. خب مادر پدری که نتونن یه بچه رو تربیت کنن نمیتونن 10 تا رو هم تربیت کنن. مادر پدری که همت تربیت یه بچه رو داشته باشن اینو 10 تا بچه رو هم میتونن تربیت کنن. در ثانی تربیت کردن یه بچه مشکل تره از تربیت کردن 10 تا بچه. شما وقتی روی یکی کار میکنی دومی که اومد شما حالا 2 پدر مادر نیستی، شما 3 تایید. سومی که اومد شاگرد موفق دارین که اونم به شما کمک میکنه. دقیقاً. وقتی از 5 تا بیشتر شد دیگه اصلا پدر مادر نیازی نیست که زحمت بکشه. برادر خواهر بزرگتر خودشون هستن. جامعه اصلا یه جامعه کوچیک تشکیل شده. یک جامعه کوچیک صالح. تصور کنید یک خانواده‌ای 3 تا فرزند دارن. این 3 تا فرزندشون روی اولی خیلی زحمت کشیدن. روی دومی زحمتشون کمتر شد چون 3 نفر بودن. اولی هم کمک کرد. روی سومی الان 4 تا شدن. سومی روی 4می الان خیلی کم نیاز هست. الان یک جامعه کوچیک صالح تربیت شد. الان تو این خانواده اگر 20 تا فرزندم بیاد خود به خود اون روند تربیتی داره پیش میره دیگه، چون اونا جزئی از سرشتشون شده، تینتشون شده. دقیقاً اینجوری جزئی از وجودشون شده، همینجوری عادت کردن دیگه، یعنی اینو شده کلا عادت براشون. دقیقاً. و اینه که مثلا نه مبحث مثلا فقر درست هست، برداشتش درسته و اینی که مردم رو میترسونن زندگی فرزند کمتر زندگی بهتر. آقا تو با فرزند کمتر آینده خودت رو تو دنیا داغون میکنی، فردا کسی نیست تو رو جمع کنه. ما یک همسایه داشتیم شهرمون، این بنده خدا 2 تا فرزند داشت. هر 2 تا هم رفته بودن تحصیلات خارج. خب ثروتمند بود. این پیرمرد مادر هم وفات کرده بود، پیرمرد تنهایی زندگی میکرد. میدیدیش دل دوستش آب شد. یه هفته گم شد تا بوش بالا اومد، مرده بود تو خونش. همسایه پایینیش تا به اصطلاح کرایه نشین بود بیچاره و از بوی مرده فهمید که تو بالا خبریه. حالا این همه ثروتش چه فایده داشت براش؟ زندگیش ببین چی داغون شد. در مقابل افرادی که 10 تا 15 تا بچه دارن زندگیشون، همین خانواده‌ای که الان ذکرش رفت 12 تا فرزند دارن، پدر و مادر اصلا انگار نه انگار مسئولیتی دارن، هر روز سفرن، پیش این برو پیش اون برو. بچه ها با هم دعوا دارن، با ما بیاد نوه ها دعوا دارن رو سرشون که پیش من باشه و میگه پیش من نه پیش شما هفته پیش بوده، پیش ما قرعه کشی است. اینا مثل 2 تا پادشاه دارن زندگی میکنن، زحمت کشیدن نتیجهشو دارن میبینن. این تناف در دنیاست. در آخرت ببین وضعشون چیه. توپ 12 تا فرزند، همشون هم نیکوکار صالح. حالا نسل اینا به جای خود، نسل اینها نسلشون هم در دنیا سعادت هم در آخرت. در مقابل اون بیچاره بس بسرا اومد خودش رو بسرا به عنوان کنترل زندگی خودش رو داغون کرد، به خودش ظلم کرد. ظلم بعدیش به بچه‌هاشه. یعنی چی؟ این 2 تا بچه که دارید، من یه خواهر دارم یه برادر دارم، در این جامعه بزرگ این وحشت زده است، میترسه. این خانواده‌های کوچیک همیشه بچه‌هاشون دلهره دارن، اعتماد به نفس دوشون خیلی کمه که بتونن تربیت درستشون کنن. چون که اصلا انسان
وقتی توی گروه هست، توی طبیعت انسان اجتماعی است. وقتی شما توی جامعه بزرگ زندگی میکنید، بین خویشات هستی، بین چقدر قدرت داری، چقدر همچنین میری تو خیابون گردن تو بالا میگیری. تو تجربه کردی، یعنی تو زندگی از کودکی، از طفولیت، نوجوانی همینجوری تو یک فضا خودش رو نشون داده، ابراز وجود کرده، مشکلات دیده، طبیعت انسان هست، بزرگ شده همینجوری دیگه. احساسی به اصطلاح این که من پشتوانه دارم، من 4 تا برادر دارم. الان مثلا این طرف همچین جرأت میکنه، نمیترسه که اگه منو کشتن بچه‌هام چی میشن، خانواده‌ام چی میشن؟ من 4 تا برادر دارم، جمعشون میکنن. 10 تا 5 تا خواهر دارم، جمعشون میکنن. 4 تا نکردن یکیشون که میکنه. خب حضرت لوط علیه السلام رو وقتی نگاه میکنیم، وقتی که اومدن تو خونهش، حضرت لوط هم غالبا پسر نداشتن. و وقتی که اون مثلا خبر شدن که مثلا تو خانواده لوط مهمون اومده اونا و فلان، ببینید حضرت لوط چی میگه؟ میگه که عصبانیست مثلا از اینو میخواد بزنش بابا، مهمونای منن، چشم میگه آقای دخترامو، خب حالا میخواید دخترامو به عقد در بیارید، یا لیت لو کان بی راوی در رکن شدید، آوی الی رکن شدید، که ای کاش من یک پشتوانه خوبی میداشتم. الان این بچهای 3 تایی که تو آوردی، 2 تا آوردی، این پشتوانه رو ازشون گرفتی، بهشون ظلم کردی. اینا الان آیندهشون امنیتی مثل اون خانواده بزرگ ندارن. حالا جناب توی پرانتز باز بکنیم، تو تهران یه مثالی هست، بچه‌ها تهران دارن میگن که یکی یه دونه خل و دیونه. کسی که یک نفره و تو خونه حقیقتا اینو مشهوده جناب دکتر، یعنی کسانی که تک فرزندن علل خصوص، یعنی سخته براشون، یعنی دوست داره خواهری داشته باشه، یا اگر پسر هست دوست داره برادری داشته باشه، حالا هر چی باشه، و این در کل سبب میشه که از لحاظ روحی هم یعنی واقعا تاثیر منفی بگذاره. خیلی تک بودن، چون پدر که به کار خودش مشغوله، غالبا تو خونه، بیرون از خونه است، مادر هم داخل خونه به کار خودش مشغوله، این میمونه و خودشو دیگه ابتدای زندگی عروسکاشو یا ماشیناشو تفنگشو، بعدش هم دوباره باز بزرگترم که بشه این مشغول خودشه، اونم مشغول خودشه دیگه. تازه اگر پدر مادر بخوان بهش وقت هم بدن، بچه عقل بچه میخواد، همبازی خودش میخواد، پدر همچنین با عقل گنده، بچه میخوادش چیکار؟ مادری که به ظلم عقل حرفای قلمبه سلمبه میزنه، این بچه نمیخوادش. بچه کسی رو میخواد که حرفشو بفهمه. حالا این ظلم شد، ستم شد برای این بچه بیچاره، علاوه بر این که به خودش ظلم شد، و ظلم و ستم هست برای بچه های اینا، یعنی برای نوه ها. برای نوه ها. این نوه بیچاره نمیخواد که 5-6 تا عمه داشته باشه، 5-6 تا عمو داشته باشه، 5-6 تا خاله و دایی داشته باشه. این انسان محبت میخواد، احساس میکنه. افرادی که به اصطلاح دورن از خانواده هاشون در شهر دیگه هستن، اینو خوب درک میکنن کاملا، که فقط بچه های ما یه موجودی رو میشناسن داشت میشه از پدر، یه موجودی رو میشناسن داشت میشه از مادر. الان بهش بگو دایی، نمیدونه دایی چی هست، تعریف نشده است براش. عمه و عمو و نمیدونم خاله، اینا تو کدوم کره، تو کدوم مریخی، تو جایی پیدا میشن، چه جناورایی هستن. این خب هر انسانی، این طبیعت انسان هست، حتی زن و مرد. البته الان من سوال هم از شما بپرسم، شما واسه این خانم تو دوست داری؟ ما رو به جنگ نندازید، سوال دیگه بپرسید. شما دوست نداری خانم تو؟ مگه میشه کسی خانمش رو دوست نداشته باشه؟ دوست داری یا نداری؟ حالا فلسفه چیه؟ مگه میشه؟ خب حالا شده. بله خیلی خیلی دوست داری. اینی که باید خانمت میخواد داد بزنی، تو کوچه خیابون داد بزنی که دوستش داری، بهش بگی دوستش داری،
وقتی که خانم میاد به شوهرش میگه آقای میمیرم برات، خیلی دوست دارم. میبینی بعضی خانم‌ها هستن که حتی شوهرش مجبور میشه میگه منو دوست داری؟ اینطوری شکلک در میاره، مثل خجالت بکش. این شکلک در آورو قبل از ازدواج بود. الان باید جار بزنی، داد بزنی. همه جامعه باید بدونن که تو خانمت دوست داری. همه جامعه باید بدونن که خانمت برات میمیره. چرا که تو خود انسان این احساس باید باشه که منو دوست دارن. چقدر این الان تصور کن که بچه هست پدر مادرش فقط دوستش دارن، یه بچه دیگه هست که 10 تا عمو دوستش دارن. چقدر پشتوانه قوی داره، 5 تا عمه داره، نمیدونم چند تا خاله داره، چند تا دایی داره. این فرزند دیگه الان ترس و واهمه از آینده نداره. کسی که ترس نداشته باشه، واهمه نداشته باشه از آینده، الان ببین چقدر جرأت پیدا میکنه، چه اعتماد به نفسی پیدا میکنه. تو هر جا که میره الان این فرزند مثلا 5-6 تا عمه خاله داره و نمیدونم دایی، در همین میدان هم چقدر پسر عمو و پسر خاله و دختر عمو و دختر خاله داره. هر یکی از اینها چون که در یک جامعه بزرگ الان خودش رو احساس میکنه، اونجا میبینه که چقدر احساس میکنه که پشتوانه قوی داره. اینجاست که دیگه الان تو هر میدانی که قدم میذاره ترس از شکست نداره. بیفتم چی میشه؟ 10 نفر منو بلندم میکنن. ببین وقتی میدان چی میشه؟ بازی فوتبال میشه، چیکار میکنن؟ کشورها چیکار میکنن؟ آقا میان همینجور خروار تماشاچی جمع میکنن، بهشون پول میدن، میبرن کشور دیگه. آقا ما با ژاپن مسابقه داریم، خرجش چقدر میشه؟ آقا خرجش به جهنم. بیایید 5-6 هزار نفر بفرستیم اونجا سیاه لشکر واسه چی؟ احساس تنهایی نکنن اونا، که اون تیم ما با همون سوت زدن اون کاری که نمیکنن، نمیان تو شوت بزنن، بوق میزنن های کف میزنن. این همین بوقا و همین سوتاشون و همین چه روحیه‌ای میده به اون بازیگر. چند تا لیدرم دارن، اونا خود شعار میدن و موج مکزیکی هم دارن. دقیقاً در محیط خانواده همین حرفه. وقتی که من تو محیط خانواده حرکت میکنم، 5-6 تا عمو دارم، 5-6 تا عمه دارم و خاله و نمیدونم پسر عموها و فلان و فلان. الان میخوای از چی بترسم؟ از فقر میترسم، از شکست میترسم، از ورشکستگی میترسم. وقتی که نمیترسم یعنی چی؟ یعنی جرأت به خرج میدم. جرأت که به خرج دادم تو میدان هستم، موفق میشم. برعکسشون بیچاره ای که به اصطلاح تنهاست. البته این بینندگان این رو برداشت نکنن که این روزا تو کشور ما متاسفانه به اصطلاح دولت دنبال هیزم معرکه است. میگه آقا 14 تا بیارید به نام چیه 14 عملیات 14 فرزندی 14 فرزندی بیاد، نمیدونم 14 محسوم. اینا به خاطر دوستی یا به خاطر درک و شعور نیست، به خاطر محبت با مردم و جامعه نیست، به خاطر اغراض سیاسی که خودشون میخوان. تا دیروز ما داشتیم جنگ میکردیم با عراق، ما رو انداخته بودن تو جنگ با برادران مسلمون کشی میکردیم، کشورهای خودمون و منطقه خودمون رو داغون میکردیم. تو تلویزیون همین حرفا بود. پیرزنی رو می آورد که بله من 20 تا بچه هم در جبهه شهید شدند، کف میزدند، فلان میزدند. تشویق میکردن که چی؟ بچه بیشتر بیارن. گوشت جوره تانک میخواستن. دقیقاً. بعدش که چی؟ آتش بس شد، حالا دیگه هیزم نمیخوان. چی گفتن؟ فرزند کمتر زندگی بهتر. آقا اگر 3 تا فرزند داشته باشی 4می رو بهش شناسنامه نمیدیم و فلان میدیم و باید بکشیش. عقل پوسیده یک مدیریت فاسد چپاولگر هست. نمیدونه. ببین وقتی که کشورهای دیگه اگر هرچه قدرت جوونشون، نیروی کاریشون، جمعیتشون بالاتر بره، به همون اندازه تولیدشون بالا میره.
به همون اندازه اقتصادشون رشد میکنه. اگر در کشوری گفتن که آقا چون جمعیت بالاست متورم داریم، فقر داریم، مشکل اسکان داریم، ما در واقع نه فقر داریم نه مشکل اسکان داریم، ما مشکل مدیریت جامعه داریم. طرف آقا تو نیرو داری، بیاد کسی بناله که من قدرت دارم، این قدرت هم منو تباه کرد، من نیروی کاری دارم واسه همین من فقیرم، دیگه دیوونه است، احمقه. این مدیریتیه که نمیفهمه که چطور این قدرت‌های خودش رو استفاده بکنه. یا آقا یک قدرت‌های پتانسیل نیرو داری شو، اینو به کارش بگیر. نمیتونه به کارش بگیره، الان میاد همین رو عیب میدونه. بابا این مزیت توست، مزیت رو عیب میدونه. حالا باز رفته به اصطلاح تو عراق ما هیزم میخوایم که جنگ رو روشن نگه داریم، تو سوریه میخوایم که افراد بفرستیم اون آدم بکشن، آقا افرادی میفرستیم میخوایم بفرستیم یمن، از کجا بیاریم؟ موندیم. آقا بیا یالا بچه بیاریم. این یه بحث دیگه است، بحث سیاسی هست که به اصطلاح نباید جامعه ما بهش بها بدن. اما اون چیزی که من به خاطر خودم باید فکرش کنم، به خاطر آینده خودم. حالا گفتیم که این مثلا بچه‌ها که هم کنترل خانواده به این صورت، ظلم به خود افراد، پدر مادر، ظلم به فرزندان با آیندهشون، و همچنین ظلم به چی؟ به این خاک و بوم. این کشور و آینده این کشور نیاز داره که شما بهش نیرو بدی، شما عقل براش بیاری، شما بازوی کار براش بسازی. فردا این کشور فرسوده نشه مثل کشورهای دیگه بمیره. پس این ظلم هم به میهن و ظلم بسیار بسیار بدی است که من روم نمیشه بگم ظلم به این دین و به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. چطور؟ پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم ما رو تشویق میکنن، میفرمایند که تناکحوا تکاثروا، ازدواج کنید، بچه زیاد بیارید، فانی مباهن بکم الامم یوم القیامه، من میخوام روز قیامت در بین ملت ها خودم رو مطرح کنم، لشکرم زیاد باشه، بگم که همه اینا امت منن، پیروان منن. یعنی این تشویقه، چون پیامبر میدونه که ما دوستش داریم، میخواد به ما رو اینجوری تشویق کنه که اگه منو دوست دارید این کارو بکنید که این کار بهره مند بشه، فوایدش به ما برمیگرده. بله. الان مثلا ما 100 تا بچه داشته باشیم به پیامبر چی میرسه؟ اما به ما چقدر فایده میرسه؟ پیامبر به عنوان یک دلسوز، به عنوان یک پدر به من و شما میگه که بچم، پسرم، دخترم، تو چون که منو دوست داری این کارو بکن، این برات مفیده، هم برای دنیات هم برای آخرته. حالا تصور کنیم اینایی که میان مثلا با این مفکوره اشتباه میان زندگی آینده خودشون، آینده بچه هاشون، آینده میهنشون و رو داغون میکنن و همچنین از فرامین دینشون دور میشن. چقدر ظلم کردن، چه کار بدی کردن. خدا ببخشه. همین چی بگم دیگه. جناب دکتر ما 10 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه و من چند تا سوال میخوام بپرسم اگر مختصرا جواب بدید. حالا تو همین مسئله شاید دغدغه هایی که بعضی از عزیزان دارن تو بحث عدم تمایل به داشتن فرزند، حالا یا به تأخیر میخوان بندازن یا اصلا نمیخوان فرزند زیاد داشته باشن. یکی از دغدغه ها بحث مشکلات، بحث اقتصادی بود که اشاره فرمودید، مسئله تربیت بود اشاره فرمودید. یکی از دغدغه های دیگه بحث تحصیل، مثلا خیلی از حالا مخصوصا خواهرایی که مشغول تحصیل هستن در دوره‌های دانشگاهی میگن خب فعلا دوره تحصیل ماست و میخوایم
دیرتر و چند سال بعد و دست بال ما رو میبنده و نظر شما در این باب چیه؟ اینا هم دارن خودشون گول میزنن. هست دیگه، مشکل هست دیگه. خب چطور؟ حالا کجاش گول میزنن؟ من میام به اصطلاح اینو باز میکنم. مختصر فقط. ببینید اینی که انسان، هر انسان سالمی، هر جوون سالمی، چه دختر باشه چه پسر، تمایل به جنس مخالف داره. طبیعت. ببینید جوون ها دختر بیایید رو راست باشیم. نه من بحثم حالا ازدواج نیست، بحثم حالا ازدواج هم میتونه داخل بشه، بیشتر اونه که ازدواج کردن به حالا فعلا حالا هر دو تا رو میتونه در بر بگیره، بیشتر تاکید اون رو بس کسایی بود که ازدواج کردن مشغول. کسایی که ازدواج کردن مثلا میخوان تأخیر بندازن به اصطلاح بچه دار شدن رو. اولا این یک اضرار نه جسمانی برایشون داره. الان علم پزشکی میگه این تأخیر در خیلی به اصطلاح ممکنه براشون مشکل ساز باشه. اصلا آمار پزشکی میگه آقا کسایی که خانم هایی که 4 تا 5 تا بچه میارن، هر چه زایمانشون بیشتر باشه، درصد اینی که مبتلا به سکته قلبی باشن خیلی پایین میاد. درصد اینی که خیلی از بیماری ها، رسوبات رگ‌های خونی و اینا بهشون پیش بیاد خیلی پایین میاد. پس خود همین بچه دار شدن یک فوایدی داره برای از نظر جسمانی. دوما خیلی هستن ازدواج کردن، میره مثلا طرف میره دانشگاه، بچه‌شو میرسونه مدرسه، یکی رو دو تا رو میرسونه کودکستان، یکی رو میرسونه مدرسه، یکی رو میبره مدرسه به راهنمایی، بچه بزرگش خودش هم میره دبیرستان، خودش هم رفته دانشگاه. تو جامعه خیلی رو داریم. این حالا کسی مثلا اومد، ببین ما الان نمیگیم که این واجب هست، شما مختار هستید، زندگی هر زندگی اختیار زندگی خودش رو داره، میتونه زندگیش رو یک گونه‌ای تنظیم کنه. اما من میگم که نه، این بهانه هم درست نیست. من خودم داشتم به اصطلاح فوق لیسانس میخوندم، بچه‌ها مدرسه بودن. دکترامو تموم کردم، بچه‌ها مدرسه بودن. نه به اصطلاح این برای من مشکل ساز بود. خیلی هم برای خانم ها بیشتر این مسئله پیش میاد. آقایون که دستبارشون بازتره، خانم ها خب مثلا بعضی مسئله بعض حمل هست، بعض زایمان هست. خب این مسائلی هست که بخوای نخوای یک تاثیر منفی تو تحصیل رو داره دیگه. والا من احساس نمی‌کنم چون که بچه اصلا این کاری که به اصطلاح بچه میکنه، بچه اینا الان که به اصطلاح تحصیل میکنن، خیلی از شاگردای بنده بعد از آخر کلاس میشه استاد کم زودتر چیه بچه‌هامون میخوایم به اصطلاح شیر بدیم، بچه‌هاشون رو با خودشون میارن توی یک اتاقی با هم درست کردن، همه اونجا کودکستان درست کردن واسه خودشون. خب درسته یه مقداری به اصطلاح مشکلات داره، اما به مشکلات به فوایدش میارزه. این تأخیر خب باعث میشه خب یه مقداری شاید ضرر برسونه به خود رحم. تأخیر در بارداری ممکنه که رحم رو به تنبل بار بیاره. غیر از اون اگر خود شخص هم از دنیا رفت دیگه اصلا آرزوی فرزنددار شدن و این همه عبادت بعد از خودش هم با خودش میره. جناب دکتر، حالا عزیزانی که دوست دارن فرزند داشته باشن، الله تعالی به هر حال مقدر نکرده براشون، و حالا چیکار بکنن؟ شاید یا فرزند دارن مثلا مثل حضرت شعیب فقط دختر دارن، یا مثل حضرت ابراهیم فقط پسر دارن، یا مثل حضرت عایشه اصلا هیچ فرزندی ندارن. دوست دارن که فرزند داشته باشن یا حداقل پسری داشته باشن، دختری داشته باشن. نظر شما، توصیه شما به عزیزان چیست؟ ببین این اقدار الهی، باید به اقدار الهی راضی باشیم و سعی کنیم با اون وضع خودمون بسازیم. اگر دختر داریم، دختر برکتی، اصلا 2 تا دختر رو بتونی تربیت کنی، از همینجا ضمانت دخول بهشت رو بلیتش رو بهش دادن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند. اگر پسر رو تربیت کنی بازم حکایتش به اصطلاح خب ما همه میگن که به اصطلاح پسر و پسر میخوان. پسر داری، دختر داری، هر دوتاشو داری، این تقدیر الهی است. اگر نداره کسی، اگر نداره حداقل از مثل هاجر باش، هاجر برای مثل ساره باش برای ابراهیم. این ببین در وقتی عقلا بزرگ میشه سخت جناب دکتر پیشنهاد بده به آدم به شوهر خودش که بره زن دوم بگیر. سخته. واسه همین که سخته
پاداشش هم زیاد هست. خب برای از پرورشگاه بچه بیاره بزرگ کنه شوهرش اگه دوست داره، چرا به هر حال این باز مشکلات بعدی خودش رو داره. خب نه این فرزند به اون پدر احساس میکنه که مال خودشه، نه اون مادر احساس میکنه مال شوهرشه. همین اگر رفت یه ازدواج دوم کرد و از همسر دیگهش به اصطلاح بچه دار شد، حداقل این مادر میتونه که از دوستان هست همین حالت رو داره. خب خیلی الان مثلا شخصیت رسانه‌ای است، حالا شاید خوشش نیاد من اسمشو بگم، همه دوستان میفهمن. ایشون همینطور همسر داشت، خب بچه دار نمیشد. همین همسرش چون آدم زرنگ و زیرک و باهوش بود، خودخواه نبود، به اصطلاح قضای شوهرش هم مطرح بود، میدونست که شوهرش بچه میخواد، خودش هم میخواست که مادر بشه، همین رفت برای شوهرش یه زن مناسب پیدا کرد، شوهرش رو تشویق کرد، ازدواج کرد. الان 2 دختر دارن. 2 دخترش نمیدونن کدوم یکیشون مادر اصلیشونه. تا الان نمیدونن. به اینم میگن مادر، به اینم میگن مادر. هم خودش اون نقصی که داشت رو اشباع کرد، هم شوهرش رو به اصطلاح تونست راضی کنه، به دست بیاره، هم تونست یک کار بسیار بزرگی بکنه که خیلی از خانم ها ازش غافلن، که یک زن دیگر رو شوهردار کرد. ببینید ها سلیمانی، ما بندگان خداییم. 3 دقیقه وقت داریم. خب بندگان خداییم. بله. امکان نداره من برای بنده خدای دیگه، یک بنده از بندگان خدا، یک بنده دیگه، من براش از خداوند دلسوزتر باشم، از خداوند بهش رحیمتر باشم، از خداوند بیشتر به فکرش باشم. الان که من رفتم یه خوبی کردم، این خانومی که اومد برای شوهرش یک زن گرفت و یه خوبی کرد به شوهرش، یه خوبی کرد به چی؟ به این زن، یعنی یک زن بی سرپناه رو پناه داد. الان تصور کنید این در پیش خداوند چه جایی داره، چقدر پیش خداوند عزیزه. حالا دیگه به هر حال این 2 روز زندگی ما تو این زندگی هستیم. آدم زرنگ و باهوشونه که بتونه از این مزرعه هر چه بیشتر استفاده کنه، درو کنه. صحبت آخر شما در این موضوع تو 1 دقیقه. صحبت همین که بیاییم حرف رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو بگیریم و به خاطر خودمون، آینده خودمون، آینده بچه هامون، آینده میهنمون، محبت و عشقی که به دین داریم، هر تا میتونیم به اصطلاح بیشتر بچه بیاریم و اینها رو هم اونطوری که پیامبر و خدا میخوان اونا رو تربیتشون کنیم. خیلی ممنونم جناب دکتر. به هر حال آنچه که در این برنامه مطرح شد نظر شخصی بنده و جناب دکتر نیست، رأی دین است و آنچه که الله متعال در کتابش فرموده و آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث گوهربارش و در زندگی انبیاء الهی هم ما میبینیم. و همونجوری که جناب دکتر فرمودن، حقیقتا یک انسان مسلمان همیشه باید دیدش نسبت به دنیا یک دید معنوی باشه و دید دینی داشته باشه، چرا که این دنیا یک استراحتگاه هست، حالا بگیم یک ایستگاه هست، یک فاصله ای هست بین دنیای ما قبل و دنیای بعدی. ما دنیای دیگه ما هنوز هزاران سال رو در انتظار داریم که باید زندگی بکنیم. زندگی ما فقط همین 10 15 20 ساله نیست که ما فکر میکنیم در این دنیا زندگی میکنیم، حالا با همسرمون، بدون همسر، مجرد، متأهل. به هر حال این چند صباحی که در زندگی دنیا هست، این بخشی از زندگی طولانی مدت ماست، میلیاردها سالی که در انتظار ماست و مگر اینکه الله تعالی خودش بخواد ما از بین نخواهیم رفت، مگر اینکه الله تعالی خودش اراده از بین رفتن ما رو داشته باشه. در آخرت یا بهشت ابدی است و یا نعوذ بالله دوزخ ابدی. این بخش مهمترین بخش زندگی ماست. ما تصمیم میگیریم که چگونه باشه میلیاردها سال زندگی آینده ما و به خاطر یک سری احساسات و عواطف و یک سری فواید زودگذر سرمایه هایی رو که میتونیم برای آینده خودمون کسب بکنیم، سرمایه گذاری هایی رو که میتونیم بکنیم از دست ندیم. در پایین از الله متعال خواهانیم که پدران و مادران، همسران و فرزندان، خواهران و برادران، اساتید و شاگردان، اقوام خویشاوندان و همه عزیزان موحدی رو که قبل از ما
و به هر حال قبل از اینکه نوبت مرگ ما فرا برسه از دنیا رفتن مورد رحمت و بخشش خودش قرار بده. و من تشکر میکنم جناب دکتر از حضور شما در این برنامه استفاده کردیم. ان شاء الله که در برنامه بعدی هم این توفیق نصیب بشه که همراه شما خوبان و عزیزان باشیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما. خیلی جزاکم الله خیر. الله اکرم.